به نام و یاد خدا به برنامه میزگرد مجازی امروز اینستیتوت با عنوان رهکارهای عملی برای مبارزه با ویروس کرونا خوش آمدید. در نخست از همکاران تکنیکی هم دعوت میکنم با پخش مناجات از حضرت مولانا نوازش دهنده قلب‌هایمان گردد. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم، قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود، چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو بر می زنم. گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. دوری به تن لیک از دلم، اندر دل تو روزنی است. دوری به تن لیک از دلم، اندر دل تو روزنی است. زان روزنه دزدیده من، چون مه پیامت می کنم. ای آفتاب از دور تو، بر ما فرستی نور تو. ای جان ار مهجور تو، جان را غلامت می کنم. من آینه دل را ز تو اینجا صقالی می دهم. من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، واندر دل پرجوش تو. در گوش تو، در هوش تو، واندر دل پرجوش تو. اینها چه باشد تو منی، وین وصف عامت می کنم. ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دلبر تو را. هرچند از تو کم شود، از خود تمامت می کنم. ای چاره در من چاره گر، حیران شو و نظاره گر. بنگر کز این جمله صور، این دم کدامت می کنم. گه راست مانند الف، گه کژ چو حرف مختلف. یک لحظه پخته می شوی، یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی،
چون مهره در دست من. گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، چیزی که رامش می کنی زان چیز رامت می کنم. سپاس بکران از همکاران اینستیتوت و از اینستیتوت مطالعات استراتژیک برای فرصت گذاشتن و میز گرد مجازی امروز و بحث پیرامون راهکارهای عملی برای مبارزه با همهگیری ویروس کرونا در افغانستان. این بحث را با متخصصین و فرهیختگان محترم جناب دکتر سید داود الطاف مشاور سازمان بهداشت جهانی در افغانستان، جناب دکتر خوشحال نبیزاده کارشناس صحت و رئیس موسسه اقدام برای توسعه و جناب دکتر نورالله آریان متخصص انستزی به بحث خواهیم گرفت. در این حال به پرسش های بیننده هایی که ما را از صفحات مجازی دنبال می کنند در اخیر نیز پاسخ همکاران ما ارائه خواهند کرد. ویروس کرونا را می توان یک دشمن ناشناس و همچنان دشمن شناخته شده فرض کرد، اما با دشمن شناخته شده میشه تجهیزات لازم را روی دست گرفت و برخاست، اما دشمن ناشناس همواره بحث روانی و بحث فیزیکی حیات انسان را تهدید میکنه که برای مبارزه با آن معیارهایی را که تحقیقات اخیر نشان داده، وحدت در فرمانروایی، وحدت در رویه و مبارزه متحد بین ملت هایی که در تهدید این مرض قرار دارند را مطرح میکنند. این بحث را بیشتر باز خواهیم کرد با همکاران ما اینجا. در نخست از دکتر سید داود الطاف با طرح این سوال که چالش ها در برابر مبارزه با کرونا در مورد اقدامات اخیر وزارت صحت عامه از زمان تهدید ویروس کرونا و ثبت آن به صورت رسمی چه اقدامات روی دست گرفته شده، چقدر موثریت روی این برنامه هایتان بوده و چگونه میتوان امیدوار بود برای یک مبارزه ملموس و موثر در برابر جلوگیری از تهدیدات این ویروس. خب، سلام علیکم و با تشکر از سازماندهی و تدویر چنین مجلس و سلام به همکارا و اعضای پنل در این مجلس. البته تا جایی که شما اشاره کردین، ویروس کرونا یک بیماری همگیر فعلا در عالم است و آغازش در اوایل ماه دسامبر اولین اعراض و علائمی که ناشناخته شده بود در ووهان چین معرفی شد که اولین 4 واقعه‌ای که در یکی از شفاخانه‌های هوبی بستر شدن به تاریخ 8 دسامبر بود و به تدریج واقعات به کشورهای منطقه انتشار کرد و با داشت نگرانی بین‌المللی که از چنین واگیری ها در جهان به وجود میاد، سازمان صحت جهان به تاریخ 29 جنوری استرال جهانی را اعلان کرد که بعد از او کشورهای دیگه هم در دنیا با در داشت تهدید خارج مرزی از این بیماری که در قدم اول در چین معرفی شد به کشورهای دیگه تلاش‌هایی را انجام دادند. در این راستا افغانستان در آغاز ماه فبروری که فقط بعد از اعلان اضطرار در سطح جهان توسط سازمان صحت جهان یک جا با وزارت صحت عامه افغانستان آغاز به کار شد. در اون زمان تلاش‌ها مشخص در مورد کاهش خطر بود که در اینجا در قسمت اسکرینینگ و غربالگری نقاط دخولی در افغانستان من جمله میدانهای هوایی که مسافرین بین‌المللی از اونجا می‌آمد و به طور خاص در زمان توجه فقط جانب کسایی بود که از چین مواصلت می‌کردند و همچنان نقاط سرحدی در افغانستان که من جمله 17 نقطه سرحدی و میدانهای بین‌المللی زیر نظارت قرار گرفت و در اینجا امکانات و پرسنل یا قوای بشری لازمه برای اسکرینینگ همچنان ارائه معلومات لازم بر کسایی که از سفر می آمدن آغاز شد
و مترادف با این نظام سرویلانسی که در افغانستان از قبل برای امراض واگیر دیگه وجود داشت تقویت یافت تا بتانیم واقعات کشف کنیم. همچنان در پولی از اینکه در نظام سرویلانس کارهای صورت گرفت، در اینجا آمادگی های هم برای احتمال بروز واقعات در افغانستان و شیوع واقعات در افغانستان در نظر گرفته شد که ممکن مریض های هم ضرورت به تداوی داخل بستر و به خصوص که تداوی خاص ICU پیدا کنند. وزارت صحت عامه کار خود آغاز کرد و همچنان سازمان سی جهان در این بخش با وزارت صحت عامه افغانستان همکار بود. این مرکز تداوی واقعات کرونا را در کابل ایجاد شود و همینطور بعد از او در هرات و ولایت های دیگر که اکنون در مجموع در حدود بیش از 2000 بستر آماده شده تا مریضای کرونا در اونجا تداوی شود. و همچنان بخش دیگه اساسی کار بخش لابراتوارها بود که در اون زمان ویروس کرونا صرف در چند مرکز جهانی، ممکن در اون زمان 3 یا 4 مرکز قابلیت پذیری داشت که کرونا را آزمایش کنه و تثبیت کنه. اما با شیوع بیماری در سراسر جهان کشورهای دیگه هم هشدار بر خود یافتن و آغاز کردن به کار از این که بتونن در داخل کشورها به آزمایش بپردازند و واقعات در اینجا تثبیت شود. در افغانستان هم اولین مرکز لابراتواری که مرکز لابراتوارهای ملی افغانستان در کابل است به کار آغاز کرد و اولین آزمایشات در شهر کابل شروع شد و دنبال از او فعلا به حوزه ها هم کار شد و در این قسمت برای فعالیت آزمایشات کرونا در داخل افغانستان فعلا به 7 مرکز رسید، من جمله 2 مرکز در کابل و 5 مرکز در حوزه ها ایجاد شده که در اوجه ما بتانیم که واقعات کرونا را تشخیص کنیم و تثبیت کنیم. در این جمله در طول بیش از 1.5 ماه یا 6 هفته گذشته که مراکز آزمایشی در افغانستان آماده شده، بیش از 5000 آزمایش صورت گرفته که از جمله 784 واقع مثبت تا به حال را تثبیت شده در افغانستان که البته از این جمله 29 نفر جان داده و یک تعداد دیگه هم فعلا 35 یا 36 واقع شفایاب شده. ولی نقطه که خوب است به معلومات مردم ما شما، حدود 90% واقعاتی که تا فعلا در افغانستان تثبیت شده واقعات خفیف و یا بوده عادی بوده که ضرورت به تداوی اختصاصی نداشته. اکثرا در خانه ها قرنطین شدن و بیشترشان در فقط ضرورت به تجرید و انزوا داشته. ولی واقعات شدید حدود 10% واقعات بوده کمی فعلا از جمله 714 واقعی که یا 13 واقعی که در هنوزم فعال هستند، تنها 706 واقعی از واقعات خفیف است و 7 واقع شدید داریم در افغانستان. البته در مجموع باید گفت که کارها در 2 بخش اساسی تنظیم شده. بخش اول شناسایی واقع و تعقیب واقع است که این در بخش سرویلانس و بخش لابراتوار و همچنان تیمای واکنش سریع در این بخش ایجاد شده که اگر واقعی پیدا میشه واقع باید بررسی شود و تثبیت شود. بعد از تثبیت واقع ما باید دنبال تماس های بریم که کسایی که در جریان 48 ساعت گذشته با شخص تماس داشته که البته او خصوصیات خود داره که او تماس تعریف میشه، اونا باید تعقیب شود و راجستر شود و دنبال شود که واقعات البته ضرورت به تجرید داره. کسایی که با مریض تایید شده در تماس بودن و در ضمنش زمینه قرنطین برای کسایی که اونا معروض به خطر بودن اما اعراض علائم ندارن
باید کار شود و همچنان لابراتوارها در قسمت تثبیت واقعاتی که مشکوک هستند کار میکنند. در بخش دیگی که کار اساسی صورت گرفته و در تحت ریاست خود شخص وزیر صحت عامه کمیته اضطرار صحی ایجاد شده و در چوکات کمیته اضطرار البته کمیته های تکنیکی که من جمله کمیته هماهنگی است، کمیته مفاهیم خطر هست، کمیته تداوی و یا مدیریت واقع هست و همچنان کنترل و پیشگیری انتان در داخل شفاخانه و در مراکز صحی است و همینطور بخش عملیاتی و لوجستیک است که کمیته های خاص در بخش هماهنگی کار میکنند. این کمیته ها در سطح ولایات هم وجود داره که صورت گرفته. در پالی از او کار دیگه که مشخص انجام شده در بخش مفاهیم خطر است که در اینجا از طریق چینل های مختلف و پیام های لازم به مردم به طور عام و به طور خاص به کارکنای صحی رسانیده شده تا در مورد جلوگیری کنترل انتان در حد توان خود کار انجام داده باشند. البته یک بخش مدیریت واقع شفاخانه امکانات فراهم شده و از نظر آموزش، از نظر تجهیز شفاخانه ها که البته در همکار ما بحث خود کردن مشکلات وجود داره، ولی امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتانیم که امکانات هم در بخش ICU که یکی از بخش‌های اساسی است که برای اوقات پیشرفته و وخیم نیاز پیدا میشه، کارهای در قسمت انجام شود که وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان و همچنان مشارکین دیگی بخش صحی ملی و بین المللی در این قسمت کار میکنند تا کارهای صورت بگیرد. البته در قسمت آموزش کارها جریان داره. بیش از 600 کارمند صحی تا فعلا در ولایات مختلف آموزش دیدن در مورد مدیریت واقع و همچنان کنترل و پیشگیری انتان در داخل شفاخانه ها و امیر رقم در قسمت نقاط دخولی که مردم از بیرون از افغانستان میان، گرچه در شروع فقط چین بود و پسانتر در فهرست ما ایران اضافه شد، کسایی که از ایران می آمدن، اما حالا تقریبا واقعات که انتشار داخل جامعه دارد در 185 کشور دنیا هست. یک اندازه ای تعریف وسیع‌تر شده و بیشتر به اراز و علائم مراجعه میشه تا اینکه به گذشته یا تاریخچه سفر. دیگه در بخش عملیاتی مشترکاً کار انجام میشه و در قسمت تدارکات که خوشبختانه بانک جهانی، بانک آسیایی، انکشاف آسیایی و اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده، همچنان اتحادیه اروپا در این قسمت از نظر امکانات مالی، وعده ها و بعضا عملی منابع مالی در اختیار وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان و مؤسسات ملی و بین المللی دیگه گذاشتن که کار جریان داره که تا شود که در قسمت تجهیز شفاخانه کارهای بیشتر شود و بتانیم خصوصا در بخش ICU که مشکلات فعلا وجود داره کارهای انجام شود برای اوقات وخیم. این نقاط مشخصی بود. بله. با توجه به گسترده شدن روز به روز شیوع ویروس کرونا در افغانستان و چالش هایی که موجود است که هم شما به صورت برشمردین، اما به صورت اخص سازمان بهداشت جهانی در افغانستان چی راهکارهای عملی را در هماهنگی با وزارت صحت عامه برداشته؟ خب من پیشتر ذکر کردم که بخش اول بخش واقعیابی هست و تعقیب و دنبال کردن تماس ها و تجدید. در این بخش سازمان صحی جهان مشخص در بخش تقویت نظام سرویلانس و نظارت همکاری داره و کار میکنه، هم در بخش تکنیکی و هم در بخش لوجستیکی همکاری داره در این بخش با وزارت صحت عامه افغانستان و همینطور در بخش مدیریت واقعه همونطور که گفتیم
همکاری تکنیکی در معرفی طرزالعمل های سازمان صحی جهان که به سطح جهانی معرفی شده و آموزش کارمندای صحی و همچنان در قسمت امی واقعی که ما گفتیم مسئله واکنش سریع، امی تیم های واکنش سریع در ولایات ایجاد شده و اینا وظیفه دارن که از وقت واقعا در یک جای دیده میشه اینا باید برن تحقیقات یا کیس اینوستیگیشن صورت بگیره و در ضمنش کسای دیگه که در تماس با او واقع بوده کارهای را انجام بدن. البته مثل در بخش تجهیز تدارکات ادامه داره و به طور خاص در قسمت تشخیص لابراتوارها را بیشتر با کمک تکنیکی و لوجستیکی سازمان صحی جهان به 7 مرکز بالا رفته و امیدوار هستیم که بتانیم در جریان هفته آینده این مرکزها را بیشتر بسازیم. با توجه به اینکه انتقادها از کشورهای بزرگ نسبت به فعالیت و کارکرد سازمان بهداشت جهانی وجود داره و پیوسته وجود داشته، فکر میکنین که چقدر مسئولانه در افغانستان این سازمان فعالیت کرده و چقدر فعالیتش موثر بوده؟ خب سازمان صحی جهان با در نظر داشته امکانات و شرایطی که در افغانستان وجود داره همه تلاش خود انجام داده که در این بخشای خاصی که کمک های تکنیکی اگر هست و کمک های لوجستیکی و همچنان مالی کارهای را انجام بده و تا حد زیاد همکاری کرده با وزارت صحت عامه که در این قسمت. کدام همکاری ها را کردین؟ مثلا 1 مورد، 2 مورد، 3 مورد؟ مشخص من پیشتر ذکر کردم که در بخش سرویلانس و واقعیابی، در بخش تشخیصیه، بخش لابراتوارها، همچنان در بخش آموزش کارمندای صحی، هم در بخش سرویلانس و واقعیابی و همچنان در قسمت مدیریت واقع و کنترل انتان در شفاخانه ها و بلند بردن ظرفیت ها برای آزمایشات لابراتواری در افغانستان، همچنان در بخش نقاط سرحدی و نقاط دخولی که پیشتر ذکر کردم. در همه از این نقاطی که من پیشتر ذکر کردم یا همکاری تکنیکی و یا هم همکاری مالی و لوجستیکی سازمان صحی جهان وجود داشت. با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در افغانستان چقدر فکر میکنین که کمک هایی را که شما کردین بسنده بوده؟ در حالی که اطلاعاتی که به رسانه ها درز میکنه از اول دسامبر در نخست، از اول دسامبر تا امروز که ما 16 اپریل هستیم، دسامبر، جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، نزدیک به 4.5 ماه میشه. ما در 4.5 ماه فقط تانستیم 5000 تست بگیریم و از 5000 تست نزدیک به 800 وقایع مثبت ثبت بکنیم، در حالی که این گستردگی را اگر شما در کشورهای منطقه ببینین و فرا منطقه و جامعه جهانی به مراتب ارقام چک و کسایی که ثبت شده و تحقیق روی شده بیشتر بوده. با توجه به این که تهدید عین تهدید است در نسبت به دیگر کشورها، ولی فکر میکنین کمی امکانات را که شما فراهم ساختین و کمک‌هایی را که شما انجام دادین واقعا بسنده بوده با توجه به این که حیات مردم افغانستان تهدید میکنه؟ طوری که من پیشتر گفتم، افغانستان، وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان بعد از آخر جنوری که سازمان صحی جهان اضطرار جهانی را اعلان کرد دست به کار شدن و در این جریان مشکل اساسی که وجود داره فعلا اصلا زنجیر سپلای در سراسر جهان است. کشورهایی که شما میگین که در اوج تستا یا آزمایشات بیشتر صورت گرفته و تشخیص صورت گرفته، بعضی از ریاجنت ها و ضروریاتی که برای آزمایشات لابراتواری وجود داره در خود کشورها تهیه میشه، تولید میشه. مثلا اگر شما ایران میبینین، بعضی کشورهای دیگر میبینین، اکنون قسمت زیادی از ریاجنت ها و امکاناتی که دارن خودشون تولید میکنن. یک مشکلی که در افغانستان وجود داشت، نه در بازار فعلی افغانستان بعضی چیزهای اساسی که مثلا از جمله کت اکستراکشن آرنه میگن، این مثلا در بازار کابل وجود نداشت و در این حال افغانستان تولید نمیتونه
و ایرا در بازارهای جهانی هم بسیار به کمبود دچار است. حتی چیز است درخواستایی که به کشورهای تولید کننده که محدود است روان میشه، برایشان 3 هفته 6 هفته وقت میگذارن که ما برتان ایرا تهیه میکنیم. از او خاطر در مشکل اساسی در قسمت تدارکات است، ولی امیدوار هستیم در جریان هفته آینده که اولین محموله 5000 تست به کابل میرسه و دنبال از او مقدار بیشتری که حدود هزارها تست ممکن باشه، او قرار است که تدارکاتی که صورت گرفته در طی 1 هفته در روز دیگه ما از این مشکل بیرون بریم. اما فعلا مشکل عمده بعضی از اجزای اساسی لوازم مورد ضرورت لابراتوارها است که نه در افغانستان به دسترس قرار داره و نه هم در جهان دیگه که همشان خودشان با کمبود دچار است. حتی شما شنیدین در ایالات متحده آمریکا به خاطر کمبود تست شکایت مردم هست که تست به حدی که لازم است در آمریکا صورت نمیگیره. ولی امیدوار هستیم که در طی 1 هفته یا 10 روز آینده ما ظرفیت بیشتر با داشتن امی لوازم اساسی که بر لابراتوار ضرور است بتانیم که به این مشکل رسیدگی کنیم. دکتر سبانوز امیدوار هستن یا یک استراتژی عملی برش وجود داره؟ استراتژی عملی وجود داره، تدارکات صورت گرفته، فقط اشاره که از جانب سپلایرها برای سازمان سی جهان و وزارت صحت عامه رسیده، اونا وقت گذاشتن که ممکن تاریخ 20 مثلا حدود 5000 کت‌های لازم برای 5000 تست برسه و تاریخ 20 اپریل 4 روز بعد 4 روز بعد قرار است که حدود 5000 تست. شما از تریبیون اطمینان داده میتونین که بعد از تاریخ 20 کت‌ها میرسه؟ خب اگر کدام مشکل دیگه به وجود نبیه بعدم پیش بینی نمیتونه. قرار وعده که با ما صورت گرفته که سپلایر برای ما به تاریخ 20 از این ماه 5000 تست دیگر چیز میکنن روان میکنن. تشکر دکتر سب الطاف. دکتر سب نبیزاده، چالش ها در برابر مبارزه با کرونا چی در حوزه صحت و چی بیرون از حوزه صحت کدام موارد است و چقدر پیش از اینکه به پاسخ پرسش برین چقدر فکر میکنین استراتژی را که حکومت افغانستان برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا گرفته موثر بوده و به چه اندازه مردم همکار با دولت بوده؟ چون تحقیقات اخیر نشان میده تا وحدت در فرماندهی و وحدت در رویه و تعهد در سطح ملی و یک بسیج ملی صورت نگیره، تهدید از این بیشتر خواهد شد و حیات و فاجعه را بار خواهد آورد. با توجه به این مسئله که تفسیر داشته باشین، باز دوست داریم پاسخ ارائه بکنین به پرسشی که مطرح شد. تشکر میکنم از شما جناب صدیقی صاحب و تشکر از همکارای گرامی در انستیتوت مطالعات استراتژیک که بازم به این موضوع مهم پرداختن. حکومت افغانستان اون همون استراتژی را تطبیق میکنه که در سراسر دنیا تطبیق میشه. یک استراتژی چقدر موفق بوده این برمیگرده به اینکه حکومت تا چه اندازه پیگیر تطبیق استراتژی است و مردم چقدر همکاری میکنن. همین بیشتر کسی برای ما یک عکس روان کرد که در کدام نقطه کابل امروز گندم توزیع میشه و بیش از 1000 نفر تجمع کرده. این برمیگرده به مو بخشی از سوالتون که چقدر وحدت فرماندهی وجود داره. در پاسخدهی به وضعیت‌های اضطراری مهمترین کار اون وحدت فرماندهی است. اگر شما هماهنگی نداشته باشین، هر کس بیاد بدل خود یک کار بکنه، شما به نتیجه مطلوب نمیرسید. از یک طرف ما اعلان میکنیم که شما به مسجد که 20 نفر 30 نفر جمع میشه به نماز خواندن نره. باز از طرف دیگه ما میریم گندم توزیع میکنیم 1000 نفر جمع میکنیم. این بسیار هم در این قسمت ما گفتم میتونم که بنابر نبود یک هماهنگی محکم بین نهادهای مختلف مسئول و عدم آگاهی مردم، عدم همکاری مردم، ما با چالش‌های مواجه هستیم. متاسفانه نتونستیم. در 4 ماه پیش ما یک واقعه داشتیم در چین. با وجود تطبیق استراتژی‌های پیشگیرانه حال ما 2 میلیون واقعه داریم. در 4 ماه از 1 تا به 2 میلیون رسیدیم. حالا شما یا پیش بینی کنید که در 4 ماه دیگه 2 میلیون از ضرب 2 میلیون دیگه بکنید. ما 8 میلیارد نفوس داریم، 7 چند میلیارد نفوس. در 4 ماه دیگه احتمالاً تمام نفوس دنیا به ویروس مبتلا شود اگر ما جدی اقدامات پیشگیرانه را ویروس نگیریم. حالا آمدیم به سوال دیگه تون در قسمت چالش ها فرارای
مبارزه با کرونا. همونطور که شما گفتین ما چالش ها را در دو بخش تقسیم میکنیم. چالش هایی که مربوط خود سیستم صحت میشه و چالش هایی که از بیرون بالای مبارزه تاثیر داره. دکتر صاحب الطاف تمام آمادگی ها را گفتن. من فکر میکنم که در شرایط افغانستان و در شرایطی که جهان داره، آمادگی هایی که دکتر صاحب الطاف گفتن شاید از این کرده بیشتر آمادگی گرفتن هم دشوار باشه هم به حکومت هم به سازمان سیاسی جهان. اما با وجود هم راههای وجود داره که ما مؤثریت اقدامات خود بیشتر بسازیم. من میایم اول مختصر میگم که در داخل نظام صحی ما چی مشکلاتی داریم و چقدر ظرفیت داریم. دانشگاه جان هاپکینز با مجله اکونومیست یک تحقیق انجام دادن سال گذشته. در او شاخص امنیت جهانی را ارزیابی کردن یا Global Health Security Index. 195 کشور ارزیابی کردن، گفتن این 195 کشور چقدر آماده هستند که اگر یک وضعیت اضطراری مرضی به وجود بیاید یا بتونن مبارزه کنند با این وضعیت. این تحقیق در 2019 اجرا شده و گزارشش در اکتبر نشر شده. این یک ماه دو ماه پیش از همهگیری ویروس کرونا. در این تحقیق 6 شاخص شامل است. بیشتر جناب دکتر صاحب الطاف به گونه تماس گرفتن با این 6 شاخص. اول آمادگی کشورها را در جلوگیری از بروز همهگیری ارزیابی کردن. چقدر کشورها آماده است که از همهگیری جلوگیری کنند، که متاسفانه تا فعلا فکر کنم 3-4 کشور دنیا تانستن که مانع ورود ویروس به کشورهایشان شود. اگر تمام کشورها در اینجا کوتاه آمدن. ما اگر یک استراتژی خوب می داشتیم از ابتدا، چون ویروس در افغانستان از مرز اسلام قلعه آمده، اگر ما یک استراتژی خوب قرنطین در هرات از ابتدا می داشتیم احتمالا ما به این مشکل مواجه نمی‌شدیم. در قدم بعدی این ارزیابی کردن که چقدر ما قادر هستیم که واقعیات شناسایی کنیم، تشخیص کنیم و این گزارش بدیم. بیشتر دکتر صاحب گفتن 5000 تست اول اجرا کردن، اما این بسنده نیست. ما به نظر من از عمده ترین مشکلات ما تا فعلا شناسایی واقعیات است. 800 واقعه، حدود 800 واقعه ما ثبت شده داریم. من فکر میکنم که واقعیات اصلی به مراتب بیشتر است، چون ما همون ظرفیت کافی اسکرینینگ یا غربالگری را نداریم. در دیگر کشورها چی کردن؟ ما ششتیم، چون به تناسب ظرفیت ما در مرکز صحی ششتیم. کسایی که مشکوک هستند میاین هجوم میارن در مرکز صحی، ما از بین از اونا تست اجرا میکنیم. کشورهای موفق بودن که رفتن اکتیو اسکرینینگ کردن، خودشان تیمای صحی رفتن در جامعه خانه به خانه تک تک زدن، تست اجرا کردن. این بسیار موفق بود، اما مشکل است دیگه. و ظرفیتی که ما داریم در سیستم صحی ما مشکل است. ما چقدر میتونیم به موقع پاسخ بدیم برابر همهگیری ها؟ این شاخص سومشان است که 85 کشور دنیا تا بالا مشکل داشته، از آمریکا گرفته تا ما مشکل داشتیم و کشورهای همسایه ما مشکل داشته. شاخص چهارم که ارزیابی کردن در این تحقیق چگونگی عرضه خدمات تداوی است و محافظت از پرسنل صحی است. ما چقدر امکانات داریم؟ خب حال ما نتانستیم که در برابر بروز همهگیری اقدام کنیم. ویروس آمد در افغانستان، ما ضعیف هستیم، شناسایی کردن نمیتونیم واقعیت. ما یک سیستم پاسخدهی ضعیف داریم. خب حال آمدیم در داخل شفاخانه، ما چقدر ظرفیت داریم که تداوی کنیم. من فکر میکنم که در اینجا ما وضعیت ما بهتر از دیگر شاخصان نیست. ما تا بال 3 تا پرسنل صحی خود از دست دادیم از سبب آفت کرونا و حدود 20 نفر فعلا مصاب هستند یا چیز بیشتر. شاخص پنجم که ارزیابی کردن تعهد برای تقویت ظرفیت‌های ملی و رعایت معیارهای بین المللی. بیشتر جناب دکتر صاحب الطاف گفتن ما تا بال 600 کارمند صحی را آموزش دادیم. وقتی که میگیم تقویت ظرفیت، هم بلند بردن سطح دانش کارمندای صحی ما را شامل میشه، هم
تدارکات ما را شامل میشه. من فکر میکنم که در طول 4 ماه آموزش دادن 600 کارمند بسنده نیست، باید بیشتر میبود. ما این یک پدیده نو است، ما توقع نداشته باشیم که یک دکتر یا یک نرس یا یک قابله بفهمه رای مقابله با ویروس. ما باید تو آموزش بدیم. و از طرف دیگه چقدر ما معیارهای بین المللی را تطبیق میکنیم. مشکل ویروس یک مشکل جهانی است. ما تعهد انسانی داریم که باید معیارهایی که طرح شده او را عملی کنیم. اگر نه ما در برابر انسانیت کوتاه آمدیم. و شاخص ششم که ارزیابی کردن خطرات محیطی و آسیب پذیری کلی در برابر همه‌گیری است. ما فراتر از سیستم صحی چقدر امی همه‌گیری‌ها یا پاندمیک‌ها ما را متاثر می‌سازه که شما نتایج از آثارش می‌بینید در شرایط افغانستان و من بیشتر خواهد توضیح دادم. در این رده‌بندی شاخص سلامتی جهانی از 0 تا 100 کشورها نمره دادن. افغانستان در 195 کشور از 100 نمره 32 نمره گرفته و از 195 کشور مقام 130 گرفته. ایالات متحده مقام اول داره، انگلیس مقام دوم داره. ایالات متحده 83 نمره گرفته. چین مقام 51 داره، ایران مقام 97 داره و پاکستان مقام 105. من کشورهای منطقه را کوشش کردم بیارم اینجا و همسایه را و جهان. خب وقتی که آمریکا مقام اول داره، چین مقام 51 داره، ایران مقام 97 داره و پاکستان مقام 105. ما حالا می‌بینیم که وضعیت در این کشورها چی است. این امروز در ایالات متحده 650,000 نفر مصاب است و 28,000 نفر 28,500 نفر جان خود از دست داده. در چین 82,000 نفر ابتلا وجود داره و 3,300 نفر جان خود از دست داده. در ایران 77,000 واقع مثبت است و 13,000 مرگ و میر وجود داره. در پاکستان 6,500 واقع ابتلا وجود داره و 124 واقع مرگ و میر. اما در افغانستان ما تنها حدود 800 واقع مثبت داریم و 25 واقع مرگ و میر. از یک طرف ما وضعیت افغانستان می‌بینیم در کجا قرار داره، از یک طرف تعداد کم واقعیات ابتلا و واقعیات مرگ و میر برای ما میرسانه که ما در اسکرینینگ یا در غربالگری مشکل داریم. احتمالاً در قریه افغانستان فعلا مردم مصاب به ویروس کرونا هستند و ما قادر نیستیم کار پیدا کنیم. ارزیابی دیگه را که کالج امپریال یک تخمینی را انجام دادن در جریان همه‌گیری ویروس کرونا گفته نیاز به خدمات ویژه یا به ICU در کشورهای توسعه یافته 7 برابر افزایش می‌یافت، اما در کشورهای در حال توسعه که افغانستان از او جمله است تا 25 برابر افزایش می‌یافت. دکتر سید نور ظرفیت‌ها را خود گفت که ما چی ظرفیت داریم. ظرفیتی که ما فعلا داریم و تقاضا برای ICU 25 مرتبه افزایش می‌یافت. آیا نظام صحی افغانستان توانایی داره که آماده مبارزه باشه؟ یک شاخص دیگه در افغانستان بر 10,000 نفوس ما 9 نفر کارمند صحی داریم، در حالی که به اساس معیارها باید ما 44 نفر کارمند صحی داشته باشیم. خب بدون در نظر داشته همه‌گیری کرونا ما به هر 10,000 نفر 9 نفر داریم، در حالی که 44 نفر باشه. باز این حال فکر کنین که تقاضا بر عرضه خدمات 25 برابر افزایش بیافته. ما در چی وضعیت میتونیم باشیم؟ چون از یک طرف افغانستان در شاخص امنیت سلامتی جایگاه 130 داره، بسیار پایین است. از طرف دیگر تقاضا برای خدمات صحی 25 مرتبه افزایش می‌یافت. ما بار صحی را که بالای نظام صحی ما قرار است بیفته اینا تخمین کرده میتونیم و از اینجا ما دیده میتونیم تا چی اندازه است. چالش هایی که بیرون از نظام صحی است او چی است؟ حالا خب کارمندای صحی با همی ظرفیت با همی توانایی دست به اقدامات زدن، تلاش کردن که کار بکنن، یک تنه ایستاد هستن که مبارزه کنن. حالا در بیرون از نظام صحی چی چالش های وجود داره که ما را مانع مبارزه ما بشه؟
عمده‌ترین چالش فقر و تنگدستی مردم است. 52% مردم فقر چند بعدی داره. این فقر چند بعدی دسترسی مردم به صحت، تعلیم و تربیت، رفاه، دسترسی به کار و امنیت ارزیابی کرده. 52% مردم. 54% مردم فقر پولی داره یا مانیتری پاورتی. اگر این دوتا را ما با هم ترکیب کنیم، حاصل ما این میشه که 75% مردم افغانستان فقیر هستند. یعنی نیم نفوس که فقر پولی داره، باز همزمان فقر نیم نفوس که فقر پولی داره فقر چندین بعدی نداره، نیم نفوس دیگه که فقر چندین بعدی داره باز فقر پولی نداره. حدود 25% که از جمع کنی حدود 75% میشه. یعنی 75% نفوس افغانستان فقیر است. 44% مردم افغانستان امنیت غذایی ندارن، گرسنه هستند. 75% کودکای ما انواع مختلف سوء تغذیه داره، قد کوتاهی، کم وزنی و سوء تغذیه. و این مانا اگر خلاصش بکنیم، از 75% نفوس بالای 25% نفوس دیگه بار است. خب حالا که سوالی مطرح میشه، گیریم در یک خانه یک مریض کرونا پیدا میشه، آیا اینمی خانواده توانایی از این داره که یک تاکسی بگیره ببره مریض خود تا شفاخانه؟ آیا توانایی از این داره که 14 روز نانآور خانواده از این قرنطین شوه یا ایزوله شوه؟ خیلی مشکل است. مشکل دیگه، چالش دیگه که وجود داره، کمک‌های جهانی به اندازه زیاد یا کاهش یافته یا احتمال کاهشش وجود داره. ویروس کرونا یک آفت همگیر جهانی است. هر کشور حال در غم خود است. توجه به افغانستان بسیار کم است. از قبل امریکا 1 میلیارد دلار خود شما در جریان هستین که کمک‌های خود کاهش داده. این کاهش کمک‌ها جمع فقر و جمع گرسنگی که وجود داشت دیر کلش یک جایی که باز توانایی ما را در مبارزه با ویروس کرونا بودیم. مشکلات بشری که از قبل وجود داره، بر اساس تخمین‌های سازمان ملل متحد حدود 10 میلیون 9.5 میلیون نفوس افغانستان از قبل به خدمات بشری نیاز داشتند بدون موجودیت کرونا. حالا وقتی که کرونا آمد این نیاز چندین برابر شد. این مشکل دیگه است که فرارای ما قرار داره. برگشت بیروی مهاجرین از ایران و از پاکستان، حدود 200,000 مهاجر از ایران آمده تا بالا به 13,000 از پاکستان. ما خب جلو از یارا گرفتن نمیتونیم، اما راههای وجود داره که ما باید بهبود ببخشیم یا جلوگیری کنیم از انتشار ویروس، چون با آمدن از یا احتمال انتشار ویروس وجود داره. ایرات ما قرنطین کردیم اما موفق نبودیم، چون ایرات یک ولایتی است که با ولایات متعدد دیگه رابطه داره. اگر مهاجرین قرنطین هم کردن، اونا با استفاده از فرصت بیرون شدن از هرات و در سراسر افغانستان پراکنده هستند. حال ویروس دیگه یک چرخش داخلی را به خود گرفته. ابهامات در یکی دو مورد دیگه مونده. ابهامات در وضعیت سیاسی و امنیتی، تداوم جنگ در افغانستان، جنگ جریان داره. اگر یک جای جنگ باشه، کارمند صحی چی گونه میتونه خدمات عرضه کنه؟ مشکلات ناشی از پیامدهای انتخابات پابرجاست و چالش‌های به میان آمده در پروسه صلح، با وجود که خوشبینی‌ها وجود داشت اما می‌بینیم که جنگ وجود داره. این سر وضعیت مارکت تاثیر کرده، سر توانایی‌های نظام صحی تاثیر کرده. مخصوصاً گزارش‌های وجود داره که کیس‌های مثبت کرونا میرن در ساحه تحت کنترل طالبان که دسترسی به او مشکل میشه. دو سه راه حلی که من پیشنهاد میکنم: تداوم و افزایش کمک‌های جامعه جهانی. باید حکومت افغانستان لابی کنه، کمک‌های جامعه جهانی را بیشتر جذب کنه، چون مشکل کرونا از افغانستان میتونه که دیگر کشورها را تهدید کنه. در 19 سال مردم افغانستان و حکومت افغانستان به این وضعیت مواجه نشده بود و باید با جهان به تماس باشیم که مرزهای ما باید باز باشه. ما پروازات توقف کرده به افغانستان. تمام نیازمندی‌های اولیه ما از کشورهای همسایه میآید و همچنان ما هم یک مقدار امتیاز داریم که باید ما صادر کنیم به کشورهای منطقه، یعنی ما دوگام زمین گیر میشیم. باید با کشورهای همسایه صحبت شود. از همه مهمتر، چون کارمندای مؤسسات امدادرسانی نیاز دارند که از مرزها استفاده کنند، باید با کشورهای همسایه از قبل ما تماس داشته باشیم که راه ورود از اینا باز باشه.
یک آتش بس روش به تفاهم برسن، چون ویروس کرونا دولت و غیر دولت نمیشناسه، همه گیره به یکسان مصاب میسازه. با طرفای درگیر تفاهم شود، یک آتش بس اعلان شود تا کارمندای صحی بتونن به عرضه خدمات صحی به گونه مؤثر ادامه داده بتونن. و در کنار کلش سهمگیری فعال شهروند است. اگر ما تمام این کارا را انجام بدیم، شهروندای ما سهم فعال نداشته باشن، باز ما موفق نیستیم. توقعی که از شهروندا داریم همون حفظ فاصله فیزیکی است، جداسازی افراد مشکوک است، قرنطینه خانگی، گزارش دادن واقعات مشکوک است و شستن دستا و سایر اقدامات پیشگیرانه. دکتر سپنمی‌زاده، با توجه به مواردی که شما ذکر کردین، در بیرون از حوزه صحت تنش‌های سیاسی چقدر خطر شیوع ویروس کرونا را میتونه تشدید بکنه و از طرف دیگر امی پیوسته هم متخصصین، هم وزارت صحت عامه، هم دولت افغانستان انتظار داره که شهروندا باید مسئولانه برخورد بکنن و شهروندا باید در خانه بمانند و محصون بمانند. همین شهروندی که 75%ش فقر و تنگدستی و این مشکلات باش دست پنجه نرم میکنه، چطور درک بکنن این تهدیده؟ دقیق است. تنش سیاسی در چند سطح تاثیر وارد کرده بالای اقدامات که ما در قبال مبارزه با ویروس کرونا داریم. عمده‌ترینش اونمو ایجاد یک وحدت در فرماندهی اقدامات است. توقع ما از نظام صحی، ما از حکومت در کلی است که باید مشخصاً در مورد مبارزه با کرونا اونمو سلیقه های سیاسی باید کنار گذاشته شود، بیاین دست به دست هم بتن و یک وحدت فرماندهی ایجاد کنن، هماهنگی ایجاد کنن برای علیه ویروس کرونا مبارزه کنن. در سطح حکومت، در سطح مردم، چون این تنش‌های سیاسی ابهاماتی را به وجود آورده، از یک طرف ما 75% فقیر داریم، از طرف دیگر سر مارکت تاثیر کرده، سر روحیه مردم تاثیر کرده. در کرونا عمده‌ترین موضوع نمون روحیه بخشیدن به مردم است. خب تو وقتی که مردم نفهمه که فردا چی اتفاق میفته، تو چه قسم روحیه ببخشیده باشه. در سطح جامعه تاثیر بسیار فراگیر کرده، در وضعیت اقتصادی تاثیر کرده. اگر ما یک راه حل پیدا کنیم به تنش‌های سیاسی و این معنا که ما قسمتی از مشکلات حل کردیم. در قسمت مردم ما این از دو بود باید ارزیابی کنیم. یکی از زاویه دید مردم. خب یک آدمی که نان خوردن خود نداشته باشه، طفلش ازش نان بخواه، ما از این توقع داشته باشیم که قرار در خانه بشینه، این خب واقعا غیر قابل امکان است. از طرف دیگه اگر این برای به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان این مواجه میشه با ویروس کرونا، این در برابر گرسنگی مرگ میبره به خانه. بنابراین در اینجا یعنی ابو عقل ما دیگر قاصر میشه که ما قضاوت کنیم چی بکنیم. نبی‌زاده صاحب، در این کشوری که تهدید کرونا حیات نزدیک به 800 نفر که تثبیت شده را تهدید میکنه و نظر به سناریویی که دولت افغانستان داره، در مرحله اول 40,000، بعدش 100,000، بعدش هم 700,000، با این محاسبه که اینا دارن، با تداوم تنش‌هایی که وجود داره، با عرضه خدمات را که ما برای فقیر میکنیم در حدود 2.5 یا 3 کیلو گندم و امروز این مورد را که شما هم گفتین خیلی تکان دهنده است که 1,000 نفر به خاطر کمک که از طرف دولت میشه تجمع کردن. کلی برای عنوان یک متخصص به شما چی پیام داره؟ حل را که شما میدانید چیست؟ ما به خاطر از اینکه یک سیستم معافیت فعال داشته باشیم و تغذیه مناسب نیاز داریم. تغذیه مناسبی است که ما 4 گروه غذایی را در یک روز باید صرف کنیم. دادن 3 کیلو، 4 کیلو یا 1 بوجی یا 2 بوجی یا 10 بوجی گندم به هیچ صورت پاسخگوی نیاز خانواده نیست. اول همین طرح باید بازنگری شود. 4 کیلو نه 4 بوجی، اما ما 7 گروه غذایی داریم، حداقل باید در یک روز ما 4 گروه غذایی بخوریم. شما می‌بینید که سطح مرگ و میر 1% است ویروس کرونا. چرا 99 نفر دیگهش نمیمیره؟ به خاطر که اونا معافیتشان میتونه
پاسخگوی همون ویروس باشه. او با اون معافیت برمیگرده و این که ما چه قسم تغذیه میشیم. وقتی که تغذیه خوب نباشه طبعا معافیت ما ضعیف میباشه، مرگ میر احتمالا در افغانستان سطحش بالا بره. ما تقاضایم از دستاندرکارایی که کمک‌ها را به مردم تنظیم میکنن این است که یک بسته جور کنن، یک پکیج جور کنن، در اون پکیج حداقل 4 نوع اقلام غذایی شامل باشه و او را باید شناسایی کنن، در پشت خانه ببرن، از جمع کردن مردم اجتناب کنن. بسیار خوب. دکتر سباریان، شما چگونه ارزیابی میکنین خدمات را که در همین 7 مرکز، 2 مرکز تثبیت و آزمایشات کرونا در کابل و بقیه در ولایات، که وضعیت آی سی یو ها یا مراقبت های ویژه چگونه بوده، چقدر پروتکل ها مراعات شده و چقدر امی مراقبت ها و امی تداوی ها تانسته که وضعیت کنترل بکنه؟ چون چیزی که به رسانه ها درس میکنه ایست که نه معیارهای لازم در آی سی یو های ما متاسفانه وجود داره، نه مرزه خدمات بر اساس نیازمندی مبتلایان صورت میگیره و نه هم امو پروتکل‌ها حتی از جانب متخصصین، قشر نخبه افغانستان، سیاسیون افغانستان او معیارهایی را که باید مراعات شود مراعات نمیشه. با توجه به این چالش ها شما چگونه بررسی میکنین این وضعیت آی سی یو ها را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه الطاف صاحب، نبیزاده صاحب، سیرکی صاحب، وضعیت قسمی که برای شما بهتر معلوم است، برای رسانه ها معلوم است. ما نمیشه افغانستان آی سی یو شه با یک آی سی یو استاندارد دنیا ما را چی کنیم؟ ارزیابی کنیم، اما باید کریتریایی که رعایت شود در آی سی یویی که از طرف وزارت صحت ایجاد شده اینا را ما مراعات کنیم و بریم سر بحث آی سی یو. آی سی یو یا اینتنسیو کیر جایی است که اونجا همو مریضایی که بسیار ضرورت به یک مراقبت جدی دارن بستر میشن. یعنی ما مریض ها نمیتونه که با آی سی یو ببره. وقتی که ما با همه تو مریضا مواجه میشیم باید برش امکانات بسیار خوب هم داشته باشیم. شما تو فکر کنین که اولین چیزی که برای یک آی سی یو ضرورت است اول کادر پروفشنالش است که تمام کریتریای آی سی یو را بفهمه، استفاده از وسایلی که در آی سی یو مثل ونتیلاتور است یا ماشین تهویه. اما تو اگر بریم سر بحث ماشین بیجیش، اما تو سر بحث مانیتورهای اینوسیفش که اونا با 6 پارامترهایی که هستن باید بحث ما سر ازی باشه که اونجا ما اشخاصی که ترین شده باشه در این بخش ما همون اشخاص به اصطلاح در آی سی یو جذب کنیم. حال شما فکر کنین اگر ما فیصدی مریضا را که مطابق ازی که وزارت صحت هم اعلان کرده بود قبلا هم که ما در قدم اول برای 40,000 مریض ما ضرورت داریم که بستر بسازیم. در بین 40,000 مریض اگر ما بریم سر فیصدی که دنیا میگه، گرچه در افغانستان شاید فیصدی مریضای کریتیکال بالاتر باشه نظر به ممالک پیشرفته که امروز ما میبینیم اونا درگیر چقدر مشکلات هستن. ما اگر 5% فیصدیش بگیریم در حدود 200 بستر بخش آی سی یو ما باید داشته باشیم. برای 200 بستر ما برای هر 2 مریض آی سی یو ضرورت به یک نرس آی سی یو داریم. حال شما ببینید در شفاخانه‌ای که ما اونجا بخش آی سی یو را افراز کرده وزارت صحت، اکثریت پرسنل مسلکی را گرفته اونا از امو تجربه بسیار بلند آی سی یو برخوردار نیستن. یعنی ما برای هر 2 بیت یا برای هر 2 مریضی که بستر است باید 1 نفر نرس آی سی یو داشته باشیم تا بتانیم خدمات نرسینگ یا خدمات مراقبتی را توسط این نرس به وجه احسنش ما برای مریض ارائه کنیم. و برای هر 10 بستر ما باید 1 دکتر آی سی یو اینتنسیویست داشته باشیم که اونا بتانن همون پروتکل‌ها و استانداردهایی که در دنیا سر مریضا پیاده کنن.
و برای هر 20 مریض ما 1 نفر باید انستزیولوژیست داشته باشیم. چرا؟ مریضی که وقتی که میره به آیسیو، این مریض وصل میشه به یک ماشین تهویه یا به یک ماشین ونتیلاتور. بعد از 24 تا 48 ساعت بعد ما نمیتونیم مریضی که انتوبیس یا اندوتراخیال تیوب در طرق تنفسیش است او را ما بتونیم با عمود تیوب اندوتراخیال ما ادامه بدیم برای چند روز. چرا این مریضایی که در آیسیو بستر میشن از باعث ویروس کرونا شاید اینا اضافه تر از 10 روز مانند 5 روز مانند اینمی معیار مشخص نمیشه. ایره امون زمان تثبیت میکنه که چی وقتی از ماشین تهویه یا از ماشین سپورتر که او برش تنفس مصنوعی میده دور میشه. باید این مریض چی شود؟ این مریض ترخیصی شود. یعنی شما فکر کنید ما در یک آیسیو غیر از اینکه دکتر صاحبای بخش خودش داریم باید از چند بخش بگم ما اونجا متخصصی نداشته باشیم. مریض ترخیصی میشه و بعد از در ماشین وصل شود تا همین تخریشاتی که تیوب خودش سبب فبروز واکل کردا میشن یا ترخیار را تخریب میکنه از این جلوگیری شود. به هر صورتش آیسیویی که در شفاخانه‌های مختلف بخصوص در بخش شفاخانه‌ای که اختصاص داده شده برای کرونا ساخته شده، من فکر میکنم که یک سلسله کمبودات در بخش پرسونل پروفشنال داره. یعنی تجهیزات دارن متخصص مسلکی ندارن. آیسیو اینتنسیویست ندارن، انستزیولوژیست ندارن، نرسایی که در آیسیو ترین شدن که اونا کل پارامترهای اونمو و ونتیلاتور را میفهمن. پارامترهای که برای یک مریضی که در آیسیو در مانیتور مثلا میتونن فشار آی وی پی را ببینن، اینواسیو بلاد پریشر را تعیین کنن. ما ضرورت به این اشخاص داریم در داخل آیسیو که باید در آیسیو اینا چیزن. و وزارت صحت مشخص من نمیخوایم سر وزارت صحت بحث کنم، اونا امو آیسیوهایی که در نظر داشتن ساختن، اما اشخاصی که باید در آیسیو جذب میشد یا با نبود پرسونل مواجه هستند یا بعضی کارهای سلیقه‌ای داشتن که نخواستن در این بخش اشخاصی که از دیپارتمنت‌های مختلف بود اونا را جذب میکردن. منظورتان سلیقه‌ای چیست؟ یک وضاحت بدین. منظور من سلیقه‌ای است که یک دکتر صاحبا جذب کردن به اساس شناخت و اونا اکثریت دکتر صاحبا را شما ببینید کسایی هستند که نه فارغ شدن. آیا شما اینو فکر کنید دکتر صاحب که نه از فاکولته طب فارغ میشه شما میفهمید شروع تبابت بعد از فارغ شدن از دیگه ما فاکولته میخوانیم بیز ما جور میشه یا بیسمنت جور میشه، اساسات جور میشه، اما ما یک دکتر نمیباشیم که یک مریض تداوی کنیم. بنان اکثریتشان امیر رقم بود. ما یکی از امی دکتر صاحبایی که خداوند مغفرتش کنه که دیروز فوت کرد، ما تمام شب دکتر عمری تمام شب ما که از اونا در جریان با فامیلش به ما زنگ میزنن شما که مریض ما را اصلا کس قبول نمیکنن. شما ایتو فکر کنید. چیزی که در صفحات مجازی دست به دست میشدی که در قضیه دکتر عمری امو اکسیژن یا ماشین تهویه که از او را ازش درخواست میشه در مرکز متاسفانه بالون تهویه که باید اکسیژن مصنوعی داشته باشه وجود نداره و یا چیزی که وجود دارن میگن که باز نیاز است که ما از مقام وزارت اجازه بگیریم. من نمیفهم که یک شایعه است یا یک واقعه. تا جایی که من در جریان هستم وقتی که برای من زنگ زده شد تلفنی کردم با تماس دادم. من تصادفاً که از کابل بیرون بودم، اگر خودم میرفتم مریض با واسطه که دکتر بود اما کرونا هم داشت، من خودم را انتبیام میکردم تمام گپاش. چون ایره اخلاقاً مرا وجدانم اجازه نمیداد که یک همکار ما یک هموطن ما در یک حالت بسیار وخیم باشه و ما از اون رو بگردیم. یعنی شما مورد صحت میگذارین به این معلومات که من از داخل و او را من خودم ریفر کردم به شفاخانه افغان ژاپن به خاطر از اینکه دیگه برای من زنگ زده شد دکتر صاحب، یکی از استادای بسیار بزرگوار برای من گفت که هیچ کس قبول نمیکنه وقتی میفهمن کرونا دکتر صاحب فرار میکنن هیچ کس. شما تو فکر کنید ما نظر بینمی کم بوده که بود، اینمی نقصی که ایجاد شده بود. دیروز ما قادر به این شدیم که یک گروه بسیار
قوی از دکتر صاحبا را بسازیم و یک طرح پیشنهادی بدیم برای وزارت محترم صحت تا برای دکتر صاحبا و پرسنل سی که شامل کارمندای سی میشه یک شفاخانه اختصاصی شود. انجمن‌های مختلف که از بخش‌های مختلف که ما الحمدلله انجمن‌ها داریم در بخش دکتر صاحبا، اینا کلشان اعلام وعده از این کردن که ما رضاکارانه برای خود دیگه کار میکنیم. یعنی به چی منظور؟ این طرح را فرستادید؟ این طرح سرش کار کردن میریم. شاید سبا خب جمعه شنبه 5 دکتر صاحب ما که از جمله متخصصین بسیار ورزیده هستن، اونا خودشون برن با جناب وزیر صاحب یا بخش با معین صاحبا که من خودم تصادفاً ساعت 4 بجه بود که با دکتر صاحب پیکان که معین عرضه خدمات بود من تماس گرفتم، امیگه به کد شریک کردم. اونا وعده همکاری دادن. متاسفانه ساعت 8 شب من اعلان شنیدم که دیگه اونا معین نیستن. حالا در مورد آی سی او چقدر تجهیزاتی که در این مراقبت‌های ویژه وجود داره میتونه که بسنده باشه برای تعداد از مبتلایانی که بستری هستند؟ ما فعلا من فکر میکنم که با اون پیمانی که ما برای به تعداد مریضایی که حداقل مد نظر گرفته وزارت صحت که فیصدیش هم ما به اون فیصدی که مطابق کشورهای دیگه است. اگر ما فکر کنیم ای آی سی به هیچ وجه بسنده نیست و بعد این بخش بگم کلان شود. با این بودجه که مصرف شد، با این هزینه که مصرف شد برای اعمار و ایجاد امی آی سی او، آیا میشد که ما از اینکه بهتر آی سی او بسازیم؟ ما فکر میکنم که اگر در قدم اول ساختار آی سی او را بنایش شروع میکردن با همکاری از دکتر صاحبا و همی انجمن‌ها را دعوت میکردن، انجمن‌هایی که در کریتیکال کیر بسیار استباز دارن، من فکر میکردم که با امی امکاناتی که اینا مد نظر گرفته بودن آی سی او استاندارد بسیار خوب ما میساختیم و میتونستیم امروز پاسخگوی نیازمندی‌های امی مریضای ما که میرن به طرف ورد شدن یا میرن به طرف کریتیکال شدن ما برشان جوابگو میدیم. دکتر صاحب، امی فلسفه ایجاد انجمن‌ها و اتحادیه‌ها حرکت‌های مدنی مسلکی در حوزه‌های مشخص است که در حوزه صحت هم یک حرکت مدنی خوب است. شما چرا بیرون از دولت با متشبثین و با تاجرها، با کسایی که امکانات بیشتر داره طرحتان شریک نمی‌سازین و یک زمینه سازی و یک بستر سازی نمی‌کنین برای ایده‌ای که مبتلا هستند؟ به هر صورتش ما یک سلسله هماهنگی با بعضی کسا داشتیم و داریم و در هر صورتش باید وزارت صحت یعنی سپورتر اینمی انجمن‌ها باشه. وزارت صحت وقتی انجمن‌ها را سپورت کنه، یک انجمن میتونه بسیار خوب رشد کنه و بسیار خوب کمک شود با وزارت صحت. حال شما فکر کنین ما امی تیم دکتر صاحبایی را که ساختیم که الحمدلله کلشان هم فکر و هماهنگی هستن، ما بسیار زیاد حتی شما با شاهدشان خواهد بودیم که اگر وزارت صحت بر ما نتجه که ما همکاری نکنم، ما خود ما از امکانات شخصی خود ما یک مرکز ایجاد میکنیم برای پرسنل سی. شما ایتو فکر کنید که یک نرسی که روزانه 100 نفره کمک میکنه اما اگر خودش کرونا میگیره هیچ کس طرفش نمیره، این درگاور است. باید سر پرسنل سی ما سرمایه‌گذاری شود، باید سر دکترهای ما که در این بخش هستن وزارت صحت زیادتر فوکس خود سر دکترها کنند. امین هستن اگر دکتر امروز نباشه در آی سی او، یک آی سی او خب فکر کنم مثل یک شوروم، یک شرکت وسایل طبی را که بفروشه از او دیگه بیش نمیباشه، وسایل است اما کسی نیست که از او استفاده درست کنه. خب اینمی تیم است، اینمی کتله است، اینمی کتله که امروز ما در صفحه فیسبوک ما امروز یک مسئله را خودم شیر کردم، در اون ما بسیار به وضاحت گفتم که اولین بار که ذهنیت مردم خراب ساخت و دکتر افغانستان دستگیرده ساخت خود دولت افغانستان. شما ببینید امی دکتر که امروز جان خود میته به خاطر امی مردم. حال ما با یک سردردی عادی میرفتیم با این اعتماد نبود سر دکتر، اما امروز امی دکتر میموره، عملا کرونا میگیرش میموره
فامیلش مصاب میشه. فکر کن کاش که کرونا مثل یک مرض هارد اتک باشه. دکتر صاحب چرا با این همه هزینه موفق نشدیم که آی سی یو های بسازیم که او به مو استانداردهای که مطابق نیازمندی مبتلایان باشه حداقل امو ساخته شود؟ ما این سوال نمیتونم جواب بدم چرا این مربوط من نمیشه، این مربوط بیشتر مربوط وزارت صحت میشه. اما درک شما چیست؟ برداشتتون چیست؟ برداشت ما است که اگر وزارت شروع پیش بینه اما تو اگر سامی بود کال زیاد شده میره. شما فکر کنین ما در شروع 2 نفر دیگر داشتیم. حال فکر کنین بیشتر نبیزاده صاحب بسیار خوب ذکر کرد که بسیاریا هنوز تشخیص نشده که ما چقدر مریضایی داریم که اونا گمنام هستن، کس نمیشناسیشان و با یک ترمومتر برقی ما نمیتونیم تشخیص بانیم که 100% اینی برادر کرونا است. درست، تشکر. دکتر صاحب نبیزاده چرا با این همه هزینه هم استراتژی ما مشکل داره؟ از اقدامات ما گرفته برای کمک برای فقرا و تنگدستی هم در حوزه تخصص آی سی یو های ما همون معیارهای لازم نداره، با وجودی که یک بودجه هزینه شد و این بودجه به مصرف رسید، ولی هنوز هم شکایت از این وجود داره که آی سی یو ها آنگونه که باید تجهیز می شدن نشدن. صدیقی صاحب یک سوال خیلی سخت است. ما توقع نداشته باشیم در یک کشوری که در همه آمارگیری ها در موقعیت های بد قرار داریم، در سکتور صحت در موقعیت خیلی خوب قرار داشته باشیم. من فکر میکنم همه قدر اکتفا میکنم. دکتر صاحب الطاف عین سوال از شما. خب یک نکته رو میخوایم بگویم که در قسمت مدیریت حالت اضطرار اصلا آدم باید بگه که یعنی مدیریت خطر و خطر 3 اجزای اساسی داره که آدم سر از او بحث کنه. اولش خود مخاطرات است. خب از جمله امروز با شما با مخاطره یک انتان ناشناخته روبرو هستیم و آسیب پذیری هست که البته در افغانستان با توجه به شرایطی که 40 سال است افغانستان با او روبرو هست، ما شما می‌بینیم که آسیب پذیری اجتماعی وجود داره، آسیب پذیری محیطی وجود داره، اقتصادی وجود داره، شخصی و رفتاری وجود داره. همه آسیب پذیری‌هایی که شما فکر می‌کنید که در بخش شاخص‌های مشخص وجود داره، اینجا آسیب پذیری بالا داریم و در با همه مخاطری که با او روبرو هستیم و با همه آسیب پذیری که در افغانستان داریم، اینجا بحث سوم بحث ظرفیت‌ها هست. البته برخورد با بحث ظرفیت خود سکتور صحت یک بحث است، اما بحث کلان خصوصا در برخورد با یک پاندمی یک بخش پاسخگویی چندین سکتوری است. تا کدام حد سکتورهای دیگه ما شما در این بخش آماده هستند که همکاری کنند؟ مثلا ما شما در مورد قرنطین صحبت میکنیم، وزارت صحت عامه میتونه فقط یک توصیه، یک سفارش کنه، ولی که چطور تطبیق میشه و مسائل اقتصادی و اجتماعی که بیشتر دکتر نبیزاده سرش بحث کردن، او چطور ما شما به سرش چیز کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم و کار درست کنیم. ببینیم که سکتورهای بسیار مختلف ممکن حدود 10-12 سکتور عمده در بخش دولتی و خصوصی در این بخش باید همکاری کنن و کنن که ما شما می‌بینیم هم از یک سو خب مخاطره ممکن همه کشورها با او روبرو باشه. وقتی که انتان یا ویروس به هر کشوری آمد، همه کشورها ممکن یکسان با ویروس مواجه باشن، اما دو بخش دیگه که بخش آسیب پذیری هست، ما در افغانستان آسیب پذیری بالا داریم و ظرفیت‌های پایان داریم. به این خاطر خطر مواجهه به مردم افغانستان در زمینه از این پاندمی می‌بینیم که بیشتر است. به اون خاطر وقتی که ما بحث برخورد با یک حالت اضطرار در افغانستان میکنیم، ما مدیریت خطر سر صحبت میکنیم و مدیریت خطر یک بخش اساسی است کاهش خطر است. کاهش خطر ما شما نمیتونیم خطر کاملا از بین ببریم، ولی کاهش خطر
ما صحبت هایی که شنیدیم پیشتر دکتر صاحب نبیزاده بسیار مفصل و بسیار مقبول سرش صحبت کردن که ما شاخص های عمده که در این بخش موجود است اینا رو سرش صحبت کردن و دکتر صاحب آریان روی ظرفیت های خاص مدیریت واقع و بخصوص در بخش ICU صحبت کردن و همینطور بحث کلان که سکتورهای مختلف است، حتی تطبیق قرنطین، مثلا حتی اگر تنها مشکلات اقتصادی هم نباشه، خود تطبیق قرنطین ما میبینیم که یک کار بسیار پرآزمون است که در او سکتورهای مختلف هم میتونن دخیل باشن. به او خاطر وقتی که صحبت میکنیم این سه فاکتور اساسی یا پارامتر اساسی را در بررسی خطر و برخورد با خطر باید در نظر بگیریم. بسیار تشکر. بیننده هایی که ما را صفحات مجازی دنبال میکردن 4 سوال طرح کرده. من از همکارا و متخصصینی که در پنل هستم خواهش میکنم که سوالات یادداشت بکنن و مطابق با آن پاسخ ارائه بکنن. سوال نخستشانی بوده چرا وزارت صحت عامه در اوایل افراد که از چین و ایران وارد کشور گردید قرنطین نکردند؟ سوال دوم را که مطرح کردن ای است که آیا تأخیر در تشخیص واقعات باعث دلسردی افراد برای مراجعه در مراکز صحی نمی شود؟ سوال سوم را که مطرح کردن شکایت افراد از کارمندان مراکز به خاطر که تا افراد تمام علائم را نداشته باشند تست نمی گردند. و سوال آخری هم ای که چرا در سطح منطقه کمیته هماهنگی ایجاد نگردیده است؟ حال نبیزاده صاحب شما، باز بعدش دکتر صاحب الطاف و دکتر صاحب آریان. سوال اولی بود که چرا وزارت صحت عامه مسافرینی که از چین می آمد و پسان از ایران می آمد اینها را قرنطین نکردن. صادقانه یک سلسله اقدامات انجام دادن. در هرات یک تیم مشخص روان کردن. ابتدا که قرنطین نکردن یک موضوع مورد بحث است. امیدوار هستم که در بحث های دیگه کسای حضور داشته باشند که به می سوال مشخص پاسخ بدن که چرا با وجود اصراری که وجود داشت هرات قرنطین نکردن. این موضوع خوب است که یک ذره واکاوی شود. اما کارهایی که در حد توان وزارت صحت عامه بود انجام دادن. دکتر صاحب الطاف گفت که در پاسخدهی به وضعیت‌های اضطراری ما اقدام چندین سکتوری را نیاز داریم. تا فعلا پلیس ما دقیق وسعت خطر را نمیفهمد، درک نمیکنه. حتی بعض کارمندای صحی درک نمیکنه. برای من دوستا پیام میکنن چند روز پیش یک دکتر صاحب در لوگر گویا تشخیص شده که کرونا داره، باز گفته که کرونا چی است، برآمده و رفته از بازار دوام گرفته و سودا هم گرفته و خانم رفته. اینی وضعیت وجود داره چون سطح آگاهی مردم پایین است. کاش که کسی مسئولیت آگاهی دیگه وزارت صحت عامه داره. اگر از یک طرف ماموریت وزارت صحت عامه را بسیار خوب بدانیم، باز بعدش بهم کد بکنیم که نهادهای امنیتی هنوز همی شدت این مسئله را درک نتونستن، حتی در خود وزارت صحت عامه وضعیت چنین است، باز پس وزارت صحت عامه مسئولیت خود درست درک نکرده. امیدوار هستم که تعبیر سو نشده باشه. من نمیخوایم که وزارت صحت عامه را بگوییم که کاری که نیاز بود انجام داده. سلسله اقداماتی کرده به تناسب ظرفیتش، اما همکاری در کل همی یک وضعیتی بوده که در سطح پایین قرار داشته. یک موضوع خیلی مهم اما بستر فرهنگی افغانستان است. وزیر صحت عامه من یک سخنرانیش شنیدم که گفت عذر میکنم، خواهش میکنم، کسی قبول نمیکنه. اما یک نفر پیدا میشه در شبکه اجتماعی نوشته میکنه که یک طفل پیدا شد گفت که 2 گیلاس چای بخوره. اینمی در سراسر افغانستان دینمی ظرف 5 دقیقه پراگنده میشه. نه اینمی بستر فرهنگی ما مشکل داره. و در کنار از اینکه ما کمکاریایی داریم در سطح حکومت، کمکاریایی داریم در سطح وزارت صحت عامه، کمکاریایی داریم. سوال دوم تشخیص واقعات باعث دلسردی افراد برای مراجعه در مراکز نمی شود. یکی تأخیر در تشخیص. امی تستی که اجرا میشه این یک کمک مغلق است. خود تست فکر کنم به صورت استاندارد 24 ساعت نیاز داره، اما
همون باری که سر شفاخانه افغان ژاپن است این سبب میشه که نتایج دیرتر برسه. باید شفاخانه افغان ژاپن و وزارت صحت عامه یک راهکار مناسبی را برای تشخیص بگیرن. یک واقعیت دیگه است که یک تعداد همی که فکر میکنه که شاید ویروس کرونا داشته باشه باز میرن در پشت شفاخانه تراکم میکنن. این سبب میشه که کسایی که واقعا نیاز دارن به تست دسترسی از او را به کندی مواجه بسازن. اما این به این معنی نیست که ما بازم وزارت صحت عامه را ما براحت میتیم. باید یک مکانیزم جور شود، باید یک ترایج میگن جور شود که مریضایی که جدی اعراض علائم داره باید چه قسم برش برخورد شود، مریضایی که اومدن برای تست و اعراض علائم ندارن چه قسم برخورد شود. از کارمندای صحی متاسفانه شکایت وجود داره، در سراسر افغانستان شکایت وجود داره. این ویدیو ما میخوایم از دو زاویه بحث کنیم. یکی کارمند صحی من حیث سرباز خط نخست مبارزه با کرونا باید مسئولیت خود انجام بده، اما از طرف دیگه وقتی کارمند صحی یک وسایل محافظتی نداشته باشه، وقتی که مریض شود باز طرف از این کسی دور نخوره، این یک مشکل است که باید به این پرداخته شود. سوال آخر چی بود؟ سوال آخر چرا در سطح منطقه کمیته جناب دکتر صاحب شاید بفهمن، من نمیفهمم، احتمالاً هدفتون از منطقه همین کشورهای منطقه است. هدف سوال بهتر است دکتر صاحب در قسمتش پاسخ ارائه کنن. دکتر صاحب نبیزاده فکر کنم نقاط روشن ساخت، ولی من هم میخوایم اضافه کنم که تعداد کسایی که در شروع از چین می آمدن تعدادشون محدود بود. مجموعاً در یک ماه اول حدود 1000 نفر اسکرینینگ شد. تمامشان تانستن که معلومات کافی را به دست بیارن. شماره‌های تلفن برشان گذاشته شد که شما اگر به خانه‌تان میرین، اگر اعراض علائم پیش شما ظهور میکنه به این شماره تماس بگیرین. و بالاخره از وقتی که از چین آمده بود به هر صورتش هم از اسکرینینگ و هم از تماس‌های بعدی که در اون زمان تعداد کم بود، از کارمندای سرویلانس میتونستن با اینا تماس بگیرن. خب ما مشکلی در افغانستان نامد. حتی یک واقعه از کسایی که از چین آمده بودن اینجا با چیز انتان نامدن و مشکل را به وجود ناوردن. ولی آمدن کتلوی افغانا از ایران یک مشکل زا بود. خب وزارت صحت عامه افغانستان در اون زمان خواست که اقدام شود و حتی حکومت افغانستان به سطح بالا با سازمان صحت جهان در تماس شدن که ما می‌خوایم که کمپی را در سرحد ایجاد کنیم. ولی از نظر مدیریت کار بسیار پرآزمون بود که شما روزانه روزهایی بود که 13 تا 15 هزار نفر یک بار داخل افغانستان میشدن و این ارقامی که فکر میکردیم که حدود صدها هزار نفر ممکن شود و خود از این اصلا از یک سو عملی نبود و از طرف دیگه اینجا بحث رزی بود که خود از این به یک مشکل تبدیل نشه. رزی که اون شرایطی که برای قرنطینه از اینا در سرحد ایجاد میشه ممکن خود از این باعث انتشار مرض شود. ممکن در بین 10-15 هزار نفر شما ممکن 100 واقع داشته باشین یا 50 واقع داشته باشین، اما اینا اگر بر 2 هفته یک جای زندگی کنن شما میتونین که 100 واقع را زمینه رو مساعد کنین خود به خود. برای اینکه شرایط لازمه که فاصله ایجاد شود، شرایط بود باش برشان مساعد شود، غذا مساعد شود و همه گپا خب عملی پنداشته نشد. ولی اسکرینینگ از آغاز شروع شد در سرحد. اول تیمای کم بود، 5 تا 10 نفری بود، ولی پس آنها و تیم ها به 80 نفر و 100 نفر رسید که زمین کمپای ایجاد شد که بسیار منظم افراد در قدم اول پیش از اینکه چیز شوند اسکرینینگ شوند اول برشان تعلیمات سی داده میشد. گروپ های 20 نفر 25 نفر توقف داده میشد و کسی که تعلیمات سی برشان میداد اوراق هم برشان توزیع میکرد و بار زو می آمدن اسکرینینگ میشدن و دوباره هم برای اینا راهنمایی لازم میشد که وقتی میرن به خانه‌های خود از راه سفر باید چی کارهایی رو بکنن و بالاخره به خانه خود که میرن. ولی متاسفانه نقطه‌ای که دکتر صاحب اشاره کرد ما بعضا گوش نکردیم. مثلا امروز اگر کسی تلویزیون‌ها رو می‌بینه، حتی سکتور خصوصی خود تلویزیون‌ها پیام‌های مجانی نشر کردن، این چیزی نمونده که مردم نفهمن. تقریبا در مورد اگر کسی بخواد بفهمه همه چیز در اختیارشان گذاشته شده. WHO اضافه از 1,500,000 چیز شده اوراق آگاهی دهی
با همکاری وزارت صحت عامه تهیه کرده و فرستاده و از طریق تلویزیون ها WHO و مؤسسات دیگه یونیسف، وزارت صحت عامه و همچنان یک کمیته ملی که از طرف ریاست جمهوری ایجاد شد که در بخش افهام خطر معلومات میداد. خب معلومات کافی از طریق تلویزیون ها نشر شد و به دسترس مردم قرار گرفت. ولی دکتر ما شما مثلا مثال بسیار خوب دادن، وقتی که او تا به حال خود نمیفهمونه دیگه اینجا یک مشکل بیشتر. ما آسیب پذیری های رفتاری را گفتم براتون. این بعضا آسیب پذیری های رفتاری ما شماست که حتی معلومات هم داشته باشیم، ما معلومات جدی نمیگیریم و عملی نمیگیریم. این مشکل اساسی است. ورنه ما در روز اول امیر فکر میکردم که آدم به صحت داخل میشه، اما معلومات کافی که یک ورق برشان گذاشته شد، کلمات سی برشان داده شد که شما خودتان آسیب پذیر هستید برای اینکه در مسیر رو که کسایی که آمدن ممکن یک نفر مندن باشه و در محتوای مشترک اینا از سرحد سوار میشن. اگر در مسیر را شما ماسک بزنید و در این حال کوشش کنید که تعلیمات سی که شده داده میشه رو مراعات کنید و بالاخره به خانه تان اگر رفتید برای 2 هفته شما از دیگه اعضای فامیل جدا زندگی کنید، قرنطین کنید. خود اگر امراض علیه پیش شما پیدا میشه شما به این شماره در ولایتتان تماس بگیرید و خود به چیز شناسایی کنید به تیم‌های سرویلنس. این مسائل بود که باید میشد و شد هم، ولی که کسایی که پس آمده بودن اینا جدی نگرفتن مشکلات امروز ما شما داریم. در قسمت تأخیر در تشخیص از یک سو خب تا فکر کنم تا هفته 3 ماه فوریه هنوز اصلا فکر از این تست در افغانستان شد. برای اینکه زمان ما اولین تست‌ها را به بیرون از کشور WHO در هماهنگی با وزارت صحت عامه ما نمونه را می‌گرفتیم به کشورهای بیرون، حتی هلند رو می‌کردیم، نیدرلند یک از مرکز بود که در زمان فکر نمی‌شد که دیگه کسی تست بتونه. ولی خوشبختانه وقتی که دیده شد که میشه که تست در کشورهای ما بشه، ما با همکاری وزارت صحت عامه اولین مرکز در کابل ایجاد کردیم که خب ظرفیت محدود بود. اینجا مشکل حتی مشکل جای است. اما لابراتوارهای مرکزی که ما داریم، حتی کسایی که ما گفتیم که چقدر تست میتونیم، در آغاز روز از 50 تست شروع کردن، پس آن به 100 تست رسید و حتی مشکل جای بود که اونا گفتن که حتی ما اگر پرسنل دیگه هم بیاریم، سپلای دیگه هم بیاریم، ما در این مرکز نمیتونیم بیشتر از 200 تست اجرا کنیم. و از اون خاطر همین فعلا کار جریان داره که اینجا ساحه کلان شود و کارمندای دیگه هم استخدام شود که ظرفیت لابراتوار مرکزی بالا بره. و در ضمنش با وزارت زراعت و آبیاری صحبت شد که لابراتوارهای وترنری از اونا که در لمان قرار داره، او هم امول لابراتوارها رو در اختیار وزارت صحت عامه قرار داد، فعلا به یک مرکز آزمایشی تبدیل شده. و همینطور در ولایات البته از یک سو محدودیت ظرفیت‌ها از نظر قوای بشری و از نظر حتی ساحه کاری امکان از این نداد که ظرفیت بالا بره و از طرف دیگه لوازم و ریاجنت هایی که لازم بود برای در اختیار افغانستان قرار نداشت. خب تلاش وجود داره، وزارت صحت عامه تدارکات خود داره و سازمان سی جهان هم امیدوار هستیم که تا 1-2 هفته دیگر ما به قدر کافی تستار در اختیار داشته باشیم که امو واقعاتی که تعریف میشه که باید تست شود و آزمایش شود اونا آزمایش شود. از یک سو تعداد زیاد کسایی که تست شدن راستی هم وقتگیر بود. بعضا مثال نمونه‌ای که از هرات گرفته میشد پیش از اینکه در هرات مرکز ایجاد شود، اون نمونه 1 روز 2 روز میگرفت که به کابل برسه، 1 روز 2 روز دیگه میگرفت تا نتیجهش اعلان شود، بالاخره اقلا 3 روز 4 روز میگرفت که یک مریضی که از اون نمونه گرفته شده باشه بر زود نتیجه اعلان شود. ولی باز هم ما مشکل در چیز میبینم، در آسیب پذیری رفتاری میبینم. یک آدمی که متوجه شد که خب از ما نمونه گرفته شده، من مشکوک هستم، خود از او باید همین مشکل 3 روز 4 روز باید قبول کنه که در اون شبخانه که برش جا دادن، یک بستر گذاشتن، همونجا چیز کنن، راحت باشن با جایزی که بره در فامیل خود مشکل ایجاد کنه، کسی دیگه را مریض بسازه. اینجا مسائل رفتاری وجود داشته. و در قسمت مسئله چیز کارمندا، یک چیزی که گفته شد مسئله محافظت یکی از مشکلات بود که در بسیاری مراکز، من خودم 2 هفته قبل هرات بودم،
ما دیدیم که امکانات محافظتی برای دکترها و پرسنل صحی محدود بود، ولی از این هفته او مشکل حل شده و یک مقدار زیاد از کت‌های محافظتی سازمان سی جهان به اختیار وزارت صحت عامه گذاشت و در این هفته بیشتر در اختیارشان گذاشته میشه. و در ضمن دیروز وزیر صاحب صحت عامه دیدیم که یک مرکز تولید کت‌های محافظتی را در کابل افتتاح کردند و قبلا این کت‌ها از بیرون می آمد، حتی بسیار قیمت هم بود، ولی حال تولید داخلی آغاز شده و امیدوار هستیم که ما از نظر کمبود کت‌های محافظتی دیگر مشکل نداشته باشیم. مشکل حل شده و ولی در قسمت سوال آخرتان که مسئله کمیته هماهنگی است، سازمان سی جهان در کشورهای مختلفه و در منطقه که مرکزیتش در این منطقه ما شما در قاهره مرکز حوزوی سازمان سی جهان است، با تمام کشورها در تماس است و معلومات لازمه، همکاری‌های لازمه در زمینه مهیا می‌سازند و حتی امی کت‌هایی که فعلا بر تشخیصیه بود ما از کشورهای منطقه هم بعضا چیز کردیم، خواستیم و گرچه پاسخگوی نیازمندی‌ها نبوده ولی با مقدار کم بعضا ما کت‌ها را تونستیم که از کشورهای منطقه بخوایم و در اختیار وزارت صحت عامه. تشکر دکتر صاحب الطاف. به محض گفتین 2 هفته پیش من ایراد بودم دکتر صاحب نویزاده صدای چوکیش برآمد دیگه، من احساس کردم که از وقت چی هستی ترس وجود داره. دوره خب دکتر صاحب آریان اگه شما چیز به اضافه کردن داشته باشین. من یک نظر دارم. البته وزارت صحت آگاهی خود بسیار خوب شروع کرد، همه تو میدیا کلگی شریک بود در این بخش. اما به نظر من اگر وزارت صحت با همکاری وزارت ارشاد اوقاف اینا زیاد تاثیرگذار، من فکر میکنم چون اکثریت در افغانستان بخصوص در مناطقی که مناطق جنگ زده است در اونجا آگاهی های صحی بسیار سطحش پایینه. اگر ما از امامای مسجد شروع میکردیم میرفتیم به طرف وکلای گذر همون منطقه، همون کسایی که ملکای قریه هستن اینا رو انوالو میساختیم با آگاهی بهتر میشد تا اینکه ما یک دکتر ما 100 دفعه برشان بگویم. حالا فکر کنیم بیشتر نبیزاده صاحب همین گفت گفت ما بخی شوکه شدیم که یک دکتر وقتی که باید منطقه بلند میگه که اصلا کرونا چیست نه دیگه مردم هم خب بیزو در پیشان نیستن. و دیروز هم در فرا بود یا در ایراد بود که یک نفر دکاندار در پیش روی تریبیون یا در پیش مایی که کمره بخی گفت که اصلا دوی یک پروژه سر ما راجوری است و مجموع چطور است، نه کرونا است نه دیگه است. یعنی فکر که یک نفر چطور آدم قانع بسازه. بهترین رایش همیست که وزارت محترم صحت عامه با وزارت محترم اوقاف اینا دست به دست هم بتن برن به مسجدها را وادار بسازن که اونا تبلیغات خودم شروع کنن. حال شما برین حتی در اطراف کابل ملا امام مسجد خودش به صراحت میگه که اصلا این دیگه مسلمان نمیگیره کرونا، این تبلیغات است. یعنی باید اول اینا قناعت داده شون تا ذهنیت مردم روشن بسازن. و این یک پیشنهاد ما بود، البته نظر ما بود. باید برتون بگوییم که با وزارت حج و اوقاف کار جریان داره و حتی شما بعضا اعلانایی رو می‌بینید که وزیر حج و اوقاف از مردم خواست که به نماز جماعت نرن و نمازشون به خانه بخونه و فعلا یک پروژه که در همکاری مشترک سازمان سی جهان و وزارت صحت عامه جریان داره. این پروژه در حال تطبیق است که ما بتونیم که ملای امام‌ها در نزدیکترین محل و مردم بتونن که پیام ها را از طریق ملاها و ملای امام‌ها رسانیده شود و اونا در قسمت همکاری دارند. یک قسمت دوم برنامه را که من میخوایم اینجا آغاز بکنم، بازنگری استراتژی حکومت افغانستان در مجموع در امر مبارزه با کرونا در هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی و دیگر زینف‌های ماست. زمانی که در آگاهی دهی شما دکتر صاحب الطاف یک تا کشور مثال دادن میتونیم که آمار مشکوک اعلام کرده باشد، اما وزارت صحت عامه آغاز کارش با آمار مشکوک بود. منطق رفتن به می استراتژی آگاهی دهی به نظر شما در هماهنگی با وزارت سازمان بهداشت جهانی چی بوده؟
آگاهی دهی یک اصل عمده بود که مردم آگاه شد و پرسنل صحی آگاه شد و این آگاهی مستقیم و از طریق راههای دور و خصوصا از طریق رسانه ها به مردم رسانیده شد که مردم آگاهی لازمه در مورد خطرات مرض و راههای جلوگیری فردی و اجتماعی مرض بر مردم ارائه کنند. البته وزارت صحت عامه وقات مشکوک نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها هم وقات مشکوک اعلان شده، در پالیش وقات تصدیق شده اعلان شده. که مثلا در کدام کشورها اعلان شده؟ چون در یک قسمتی برنامه را که به خاطر چگونگی جلوگیری شیوع ویروس کرونا با اینستیتوت مطالعات استراتژیک ما دنبال میکردیم و این سوال مطرح شد بارها از وزارت صحت عامه، هیچ کشور را یا مدل را شما پیدا کردن نمیتونید در سطح منطقه و جهان که آمار مشکوک اعلام کرده باشه. خب این سوال بهتر بود اگر وزارت صحت عامه اینجا نمایندهش حضور می داشت و جواب می داد. در اما هدف از طرح سوال یک قسمتی سوال برمیگرده با سازمان بهداشت جهانی که در امر مبارزه با جلوگیری شیوع ویروس کرونا چند تا مسئله را مطرح میکنند در سطح عموم: آگاهی دهی، اطلاع رسانی و وقایع صحی یا اهتمامات وقایوی صحی. در حوزه آگاهی دهی خو از جانب وزارت صحت عامه اینمی مسئله عملی شد. آیا این در مشوره با سازمان بهداشت جهانی بود؟ مشوره سازمان بهداشت جهانی از پروتکل آگاهی دهی از رویکرد آگاهی دهی از یا در زمان چی بوده؟ شما از روی کدام نقاط تمرکز کردین در امر آگاهی دهی به مردم؟ خب ما تنها در قسمت ریسک کمیونیکیشن یا مفاهیم خطر با وزارت صحت عامه همکاری کردیم و اطلاعاتی که در زمینه مفاهیم خطر بر مردم رسیده در این قسمت هماهنگی وجود داشته و پیام هایی که به وجود آمده و نشر شده، این پیام ها در هماهنگی با وزارت صحت عامه، سازمان صحت جهان، همچنان کمیته ملی آگاهی‌دهی که کار میکرد نشر شده. اما اطلاعاتی که روزانه از طریق وزارت صحت عامه از طریق رسانه ها نشر میشه، این جزء پالیسی و کار وزارت صحت عامه است که در اون ما دخالت مستقیم نداریم. وزارت صحت عامه خودش جزء کار روتین و عادیش است که معلومات در اختیار مردم قرار میده که این بیشتر مربوط به وزارت صحت عامه میشه و صلاحیت وزارت صحت عامه است که کدام معلومات در اختیار مردم میخواد قرار بده. بسیار خوب. دکتر صاحب نویزاده، در سطح جهان دو مدل از اپیدمیک ویروس کرونا تجربه شده، نخست چین، دوم ایتالیا. کدام تجربه موفق بوده و دلایل موفقیتش چی بوده؟ تشکر میکنم سیدی صاحب. قبل از اون من میخوام یک تماسی داشته باشم با سوال قبلیتون که چرا وزارت صحت عامه واقعیات مشکوک اعلان کردن. این سوال بارها پرسیده شد. اگر شما به خاطر داشته باشید، ایران متهم به این شده بود که کیسای کرونا را پنهان کرده بود. ما پیشتر گفتم موضوع برخورد با کرونا یک تعهد جهانی است و تعهد در برابر بشریت است. یک ترس جامعه افغانستان، جامعه صحی افغانستان وقتی بود که مبادا فردا مورد ملامتی جهانی قرار بگیره، باید اعلان کنه که واقعیات مشکوک اینجا وجود داره. یک از نظر تکنیکی چقدر، از نظر مسلکی چقدر وارد است بحثیانی موضوع جدا. دوم، چون در همسایگی ما ویروس کرونا آمده بود، بازم با در نظر داشت وضعیت فرهنگی افغانستان، وزارت صحت عامه و نهادهای مختلف دیگه آگاهی‌دهی را شروع کرده بودن، اما مردم این جدی نمی‌گرفتن. به خاطر از اینکه مردم متوجه بسازن که ما کیسای مشکوکی داریم، یا گرفتن کیسای مشکوک اعلان کردن که باز بعد از این توقف دادن میره. ما در امر مبارزه با ویروس کرونا دو استراتژی جدی وجود داره. یکی استراتژی تخفیف اثرات یا میتیگیشن است، یکی استراتژی توقف انتشار ویروس کوره سپرشن میگه.
یا سرکوب. چین و کره جنوبی از کشورهایی بود که جدی استراتژی سرکوب تطبیق کردن. استراتژی سرکوب میگه که قرنطین باید عمومی باشه، هیچ کس اجازه نداشته باشه از خانه برای غیر کارمندای صحی، فاصله اجتماعی 100% رعایت شود و آموزش هایی که داده بودن که در خانه انجام شود. این استراتژی موفق است. دانشگاه کامبریج امپریال هم وقتی که تحقیق کرده پیشنهادش اینه است که ما باید استراتژی سرکوب یا سپرشن ما باید تطبیق کنیم. اما در جوامع مثل افغانستان که ما پیشتر مشکلات برش مردم وقتی که خانواده که دست و دان است نه او نانآور خانواده در کراچی کار میکنه، باستوره بگویی که تو در خانه بشی، یک مکانیزم موجود نداشته باشه که تو رو حمایت کنی. تطبیق استراتژی سرکوب یا سپرشن مشکل است، با وجودی که تاکید بینمی است که شما استراتژی سرکوب یا سپرشن تطبیق کنید. یک استراتژی دیگر دانشگاه امپریال پیشنهاد کرده که شما ارزیابی کنین، یک تریشولد تعیین کنین، تعداد مریضایی که نیاز به خدمات ویژه داره. این یک تریشولد مثلا در افغانستان مثال میتونم، این دقیق نیست، 100 نفر تعیین کنین. وقتی که تعداد مریضایی که ICU نیاز داره به 100 نفر عبور کرد، شما بیاین استراتژی‌های سختگیرانه را تطبیق کنین تا زمانی که پس امی تعداد مریضای که نیاز به ICU داره از 100 پایین میشه. بعد از این پس بیاین یک قسمتی از معیارهای کنترلی را بردارین تا مردم برن به روزگار خود برسن. این یک مکانیزم پاسخدهی برگشت پذیر میگن ایره که مردم بتونن به زندگی عادی خودم رسیدگی بتونن. این استراتژی تا حال تطبیق نشده و پیشنهاد کردن، اما پیشبینی ما ای از پیشبینی تخمینایی که شده 2020 که مکمل ما و شما باید کمر بسته کنیم، در مبارزه میگذره. ما نمیتونیم که خیلی یک زندگی نرمال پس داشته باشیم. کوتاه‌ترین زمانی که برای تهیه واکسین بر علیه ویروس کرونا در نظر گرفته شده، کوتاه‌ترینش در 18 ماه باید این تهیه شود. این که چقدر موثریت داره بازو تا زمانی که به افغانستان برسه، تا زمانی که ما این را تطبیق کنیم کمی وقت گیر است. ما فکر میکنم روی استراتژی ها بازنگری های صورت میگیره به تناسب این که ما چه قسم به زندگی روزمره خود ادامه داده بتونیم، شاید استراتژی ها اندک تغییر کنه. بسیار خوب دکتر صاحب نویزاده، پیشنهادتان با توجه به ارزیابی که از استراتژی فعلی حکومت افغانستان دارین، پیشنهادتان مشخص چیست که کدام موارد بازنگری باید شود؟ در حوزه اطلاع رسانی، در حوزه آگاهی دهی، در حوزه اهتمامات وقایوی، در حوزه بحث تخصصی، مثلا که یک کار دراز مدت و یک تهدید دراز مدت است، وقتی که 1 سال افغانستان ممکنه دست و پنجه نرم کنه با شیوع ویروس کرونا. 3-4 کاری را باید انجام بده. اول، ظرفیت کارمندای موجوده باید افزایش بده. چگونه؟ دکتر صاحب باریان گفتن که ما امو ظرفیت کافی در پرسنل موجود نیست. با راه اندازی برنامه آموزشی. 1. دوم، مراکز صحی فعلی را تجهیز کنند به اندازه کافی. 3. برنامه روی دست داشته باشند که تعداد کارمندای صحی افزایش بدن. به خاطر که اگر ما قرار باشه که 100,000 نفر ما در شفاخانه بپذیریم، امی کارمند صحی ما اکتفا نمیکنه. 4. در قسمت افزایش مراکز صحی هم راهکارهایی داشته باشند. موضوع 4 خیلی مهم نیست، چون ما میتونیم از مکاتب استفاده کنیم، از تعمیرهای دانشگاه‌ها استفاده کنیم، از هتل‌ها استفاده کنیم در صورت که نیاز باشه. اما این 4 اقدام بسیار جدی است در سکتور صحت. اما بیرون از سکتور صحت ما تا فعلا چیزی که ما برداشت کردیم 15 میلیون دلار امریکا کمک کرده، 100 میلیون بانک جهانی و فکر کنم 100 و چند جامعه اروپا. اتحادیه اروپا 10 میلیون. 110 میلیون. ما
به خاطر رساندن کمک‌های بشری در پشت دروازه مردم نیازمند باید یک مکانیزم جدی داشته باشیم، مکانیزم کارا داشته باشیم تا اگر ما از خانواده میخوایم که بیرون نشن و خبرم داریم که در داخل خانواده از او چی میگذره، باید ما در پشت دروازه ازی امو خدمات کمک‌های بشری رو برسیم. بسیار خوب. دکتر صاحب، الطاف، شما چگونه فکر میکنین که کدام مؤلفه های استراتژی موجود در حمله مبارزه با جلوگیری شیوع ویروس کرونا باید بازنگری شود و یا ای که تغییر روی کردی و نگاهی در او به وجود بیاید؟ خب در مجموع گفته میتونیم که مشکل در استراتژی وجود نداره. استراتژی که فعلا در افغانستان تطبیق میشه مطابق به نرم‌های بین‌المللی و مطابق به هلت پالیسی که در سطح جهان در مواجهه با مثل یک حالت در نظر گرفته میشه دکتر صاحب وجود داره. اما تنها کاری که باید شود بهبود و تقویت در کاری که انجام میشه. مثلا در قسمت شناسایی ما ضرورت به این داریم که تعداد بیشتر افراد در بین جامعه موظف شود که تیمای سیار وجود داشته باشه که بتونه وقتی که در یک منطقه یک نقطه مشتعل پیدا میکنن چهار طرف زور چیز کنن، بررسی کنن، تحقیقات انجام بدن و تا بتونن که بیشترین واقعاتی را که یا منتن هستن و یا مواجه بودن با انتان اونا رو شناسایی کنه و توصیه های لازمی که چی تجرید است و یا هم قرنطینه است برشان گذاشته باشه و واقعاتی که عرض علائم داره و خصوصا کسایی که ضرورت به تداوی شفاخانه‌ای داره اونا شناسایی شود و به شفاخانه ها انتقال شود. و در ضمنش مثلا امکانات تشخیصی امیدوار هستیم که لابراتوارها برای تثبیت واقعات موفق‌تر عمل کنه و همین ظرفیت از نظر جغرافیایی اول توسعه پیدا کنه که محدود به چند شهر نباشه و ما بتونیم که به نقاط بیشتر کشور لابراتوارها داشته باشیم و امکانات تشخیصی داشته باشیم و در ضمن از این ما مفاهمه خود که داریم ایره بتونیم که همونطور که دکتر صاحب اشاره کرد و قبلا هم کار در زمینه آغاز شده وکلای گذر و کسایی که نزدیکترین کسایی هستند که با مردم در تماس هستند، نه که به طور غیر مستقیم معلومات بگیرن. از جمله می فعلا سازمان سیجان با دو انجیو داخل چیز صحبت است که بتونیم که ما هلت ایژوکیشن یا تعلیمات صحی را به نزدیکترین محل به مردم برسانیم به طور مستقیم و ضمن از رادیوها و رسانه‌های محلی استفاده شود. ما که در هرات بودم باز هم خواست مردمی بود که مردم ما در محل بیشتر از رسانه‌های محلی استفاده میکنن. نشراتی که در رسانه‌های ملی میشه بیشتر مردم اونقدر با او آشنایی ندارن، بیشتر مردم از اون رادیوهای محلی و از تلویزیون‌های محلی استفاده میکنن. این کار در جریان است که باید بیشتر محلی شود یا لوکالایز شود، حتی به زبان محلی بر مردم پیام‌ها رسانده شود. و همچنان در قسمت بهبود وضع شفاخانه ها و خصوصا آی سی یو ها کارهای جریان داره که تدارکات وزارت صحت عامه برانداخته که لوازم در راه است و همینطور سازمان سیجان و یونیسف و مؤسسات دیگه هم در این قسمت کار میکنه که مراکز صحی ما و شما آمادگی برخورد با واقعات وخیم داشته باشه. خب البته واقعات خفیف اکثرا ضرورت به یک تجدید داره و تداوی های عرضی که میشه پیشان میشه، ولی نگرانی اصلی برای واقعات شدید است که اونا ضرورت به امکانات آی سی یو دارن و زندگیشان تهدید میکنن. و همینطور در بخش بیرون از صحت مثل که دکتر صاحب نویزاده اشاره کردن، اینجا ضرورت به یک هماهنگی بسیار قوی و یک زنجیر فرماندهی. چطور همین هماهنگی ایجاد شود؟ ما فکر میکنم تا حدی را آغاز شده ولی تقویت باید شود. مثلا کمیته اصرار ملی که در زیر ریاست معاون رئیس جمهور او کمیته با هم کار میکنه، در اونجا اقلا 12 سکتور دولتی در اون کمیته استراحت حضور دارن و همینطور مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در اون کمیته اشتراک دارن. اینا وظایف خاصی را برشان گذاشته شده و اینا وظیفه خاصی را در هر بخش دارن. مثلا چی وزارت داخله است، پلیس است، چی اردوی ملی هست و چی بخشای دیگه است. ما یک چیزی که در مورد ویتنام یک تجربه بسیار خوب است که از یاد مطبوعات رفته، من خودم مطالعه دارم. ویتنام با وجودی که از امکانات بسیار بالا مثل کشورهای دیگه برخوردار نیست،
ولی اونا از سیستم استخباراتی خود همراه با سیستم سرویلنس خود استفاده کرده. در شهرهای کلان نظام استخباراتیشان آمده با سرویلنس یک جای کار میکنه و افرادی را که معروض به خطر است و یا هم منتن است اونا رو شناسایی میکنن و تجدید میکنن و اوجه از امکانات بسیار وسیعی که از نظر شفاخانه‌ای است از اینا کمتر استفاده کردن و وقاتشان محدود به چندین صد است، با وجود از اینکه اضافه 100 میلیون نفوس دارن و نزدیک به چین بودن. اولین وقات اونجا معرفی شد اما تا فعلا وقاتشان چند صد واقع است و مرگ میرشان هم در حدود 4 یا 5 درجن به اصطلاح که میگن یک حدود 40-50 نفر زیاد تلفات. دکتر صاحب شما در حال از یک استراتژی معیاری صحبت میکنین که در 4 ماه فقط دارستید 5000 تست بگیرین. هنوز ICU شما تجهیزات لازمه نداره به قول فرموده شما متخصصین پنل. در سطح آگاهی دهیتان هنوز مشکل وجود داره. تنها رسانه‌های دیداری بسنده نیست. هر تریبیونه که اطلاع دهنده داره، اطلاع گیرنده داره و وسیله انتقال اطلاع داره باید مورد توجه قرار بگیره. و در جایی که به خاطر 3.5 کیلو گندم بیشتر از 1000 نفر تجمع میکنه، کجای از این استراتژی از موفقیت صحبت داره؟ من پیشتر براتون گفتم، هنوزم میگم که در استراتژی مشکل وجود نداره، ولی وقتی که در عملیات در مرحله عملیاتی خود میرسه که سکتور صحت عامه و سایر سکتورها محدودیت‌های خاص خود کدامشان داره که نتونستن در قسمت از اینکه اون همه نیازمندی هایی که در بخش صحی و خارج سکتور صحت وجود داره این نیازمندی ها با او برخورد شود. مثلا گفتم که امی فعلا تعداد افراد زیاد ضرورت است که امی سیستم سرویلنس از نظر استراتژیک گفته میشه که این کارا باید شود. مثلا سرویلنس باید تقویه شود، مثلا تیمای واکنش سریع ایجاد شود. یا در استراتژی مطرح است، اما اینکه چقدر تطبیق شده و چقدر کافی است در اینجا سوال است. از خاطر همین حال هم کار روان است. مثلا در شهر کابل فعلا 6 مرکز ثابت ایجاد شده و پلان است که 22 مرکز ثابت در 22 ناحیه ایجاد شود که ما به جای از اینکه مریضا مستقیم بیان به شفاخانه افغان ژاپن مراجعه کنن، ما مراکز تریاج در سطح نواحی داشته باشیم که در همکاری با نواحی مربوطه اینا مراکز صحی داشته باشیم که وقتی وقات داخل چیز میشه از ناحیه باید به یک مرکز رفرال یا مرکز تریاج مراجعه کنن و از اونجا وقات تریاج شود و او وقاتی که ضرورت به سمپل گیری داره یا مشکوک دانسته میشن به رجعت داده شود به شفاخانه‌ای که باید تداوی شن و در غیر صورت اگر اوتور نمی باشه مثلا معروض به خطر شدن برای اونا توصیه‌ای لازم برای شود که در خانه خود قرنطینه شوند. این راهی است که که میشه که ما خدمات سرویلنس تقویت ببخشیم و در پولی از او ستلایت ها یا تیمای موبایلی که یا سیاره که در ساحه در نواحی باشه، یکی دو تیم سیار هم این مرکز تقویه کنه و مردم به این معلومات دست بیافن که میتونن در محل خود در نواحی خود یک جای مراجعه کنن و از اونجا تریاج شه و از اونجا اگر ضرورت می باشه به شفاخانه بیان. ولی فعلا اکثر مردم مستقیم میاد به شفاخانه افغان ژاپن مراجعه میکنه. از یک سو از حوصله تیمی که در روجه هست بیرون است که صدها واقع یا مثلا کسایی که میترسن حراس دارن که ما منتن باشیم اونجا مراجعه کنه، رسیدگی به اینا کار مشکل است. اما اینا اگه به چیز برن نواحی خود به مراکز تریاج برن اینجا کار آسان‌تر میشه و این کار در جریان است. همچنان عین کار در هرات هم در جریان است که بتونن ایره به عدم تمرکز ببرن، به جای از اینکه مردم مستقیم به شفاخانه انتونی هرات مراجعه کنن مردم در نواحی که در هرات هست اوجا مراجعه کنن و سوال آخری که شما مشکل در استراتژی نمیدانین بلکه در کارگزاران اجرایی میدانین و تغییرات آمده در وزارت صحت عامه را به فال نیک میگیرید. من امیدوار هستم که این خود تنها مسئله اجرایی نیست، محدودیت ها در پروسه های بروکراسی دولتی ما و شما هم است. مثلا آیا سیستم بروکراسی دولتی از حیات یک انسان کرده و از حیات 800 انسان مبتلا به ویروس کرونا کرده بسیار با اهمیت تر است؟
ما فکر میکنم که اخیراً امی تصامیمی که در وزارت صحت عامه گرفته شده ممکن که این بیروکراسی دولتی هم رفع شود و به ادارات مختلفه به خصوص وزارت صحت عامه صلاحیت‌های مشخصی داده شود که کارهای خود زودتر انجام بدن و امی بیروکراسی ها برطرف شود. بسیار تشکر. و دکتر سیباریان شما اگر چیز را اضافه بکنین نظر سوالات کترش. به نظر من اولین کاری که باید شود بسیج ملی تمام بخشا هماهنگی شوند یک بسیج ملی را ایجاد کنند تا در مقابل دشمن مشترک کلگی به اصطلاح با یک نظر عمل شود و که تا مردم از این مشکلاتی که ایجاد شده از این به اصطلاح چیز شود. و دیگه یک پیشنهاد دیگه من دارم که وزارت محترم صحت عامه استفاده کنه از دکتر صاحبایی که هر سال ما اضافه تر از 200 دکتر متخصص فارغ میدیم از شفاخانه‌ای که اونا شفاخانه‌های معیاری هستند در سطح افغانستان و اونا دکتر صاحبا را بعد از اینکه تخصصشان پوره شد فارغ میتن به وزارت صحت عامه و وزارت صحت عامه بعد از اینکه سندشان را برشان داد دیگه اصلا از اونا سرنوشتشان معلوم نیست که چی میشن. اونا میرن به شفاخانه‌های شخصی، یک تعدادش میره در بعضی از بانک ها کار میکنه، حتی دکتر صاحبان به صفت ترجمان کار میکنن. وزارت صحت عامه تصمیم خود بگیره اینمی کتله عظیم متخصصینی که فعلا بی سرنوشت هستن کلش جمع کنن به اینمی مراکز اینا را تقسیم کنن تا ای که ما دکتر صاحبایی که نو فارغ میشه او را جذب میکنیم، بهتر است متخصصین خود جذب کنیم و دکتر صاحبایی که نو فارغ هم هستن در زیر چتر جناح ترینینگ بگیرن و سر کپاسیتی بیلدینگ توجه خاص شود تا در بخش آی سی ما بهترین دکترها را داشته باشیم، نرس‌های بسیار خوب داشته باشیم، در بخش‌های کریتیکال اونا استخدام شود. البته این نظر شخصی من. بسیار خوب. سوال آخر به عنوان جنبندی پنل امروز، چگونه استراتژی در خانه بمانید و مسئول بمانید را در افغانستان موفق بسازید؟ سوال مشترک است از پنلستای ما. دکتر صاحب نویزاده. خب میگه هر کی را دردی رسد ناچار رویت وای وای. ما اگر شکم مردم را سیر کنیم در خانه میمانند. بسیار تشکر. دکتر صاحب. البته بخش اساسی ای است که ظرفیت ها چی ظرفیت وزارت صحت عامه و چی ظرفیت های خارج سکتور صحت اینا یک اندازه چیز شوند تفویض صلاحیت شوند که تا بتونن در خود محل تصمیم گیری کنند و چیز کنند به کارهای خود بپردازند. و در ضمنش همکاری مردم اساسی هست. همکاری مردم اساسی است. البته محدودیت های خود مردم داره که دکتر صاحب نویزاده در مورد اشاره کردن، ولی تا همکاری مردم نباشه این فاجعه را کسی ممکن که به آسانی جلوش گرفته نتونه. دکتر سیباریان. ما به تایید گپ دکتر صاحب نویزاده ما نظر من است که اگر ما بتونیم تمام امکانات یک فامیل مرفوع بسازیم، ما فکر می‌کنم که دیگه اونا حاضر باشن بیرون برن. بسیار تشکر. در پنل میز مجازی امروزی من با متخصصینی که در این پنل است یک پیام داریم و صدا بلند میکنیم برای قشر سکتور خصوصی و متشبثین و ثروتمندان افغانستان کمک بکنین به نیازمندانتان، نجات بدین حیات انسان را که تهدید میشه و ممکن است مشکلات زندگی یک خانواده را به دردسرهای بیشتر و بیشتر مواجه بسازه. بران وقتش است، فرصت است که هزینه بکنین بالای مردم فقیر و بیچاره تان. تا دیدار بعد با درود بدرود.